منصوره با بچه نوزادش سوار یه ماشین میشه. بعد از چند بار که مقصدش رو عوض میکنه، درد و دلش باراننده باز میشه و با چشم گریه بهش میگه که از شوهرش جدا شده و الان هم با صاحبخونه‌اش دعوا شده چون بهش بدهکاره و اجاره خونه‌ش رو پرداخت نکرده. اون از راننده میخواد که 500 تومن بهش قرض بده و قول میده که 3 روز بعد اون پول رو برگردونه. اما چند روز بعد در آذر 1364 جسد منصوره کنار یه امامزاده پیدا میشه. لطفا قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال من بشید و با زدن زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدید من با خبر بشید. از تبریز شروع میکنیم. کی؟ اسفند 1359. حدود ساعت 2:30 شبگرد محله کوی دانشگاه با کلانتری تماس میگیره و میگه یه نفر اینجا کنار خیابون افتاده و به نظر میاد که مرده. وقتی پلیس میره سر صحنه با جسد یک زن پیچیده شده توی پتون مواجه میشه که احتمال میدادن توی همون نگاه اول حدوداً 50 سالش باشه. برای اینکه بفهمن علت مرگ چی بوده، جسد رو به پزشکی قانونی منتقل میکنن. توی پزشک قانونی هم همون اول کاملا متوجه میشن که هیچ اثری از درگیری روی جسد وجود نداره. واسه همین فکر میکردن که مرگ اون زن ممکنه طبیعی باشه. فرداش یعنی 29 اسفند ماه یه آقایی به اسم حسین میره کلانتری و میگه که من زنم نجیبه از 20 اسفند ماه که برای عکاسی از خونه رفته بیرون هنوز بر نگشته و با پلیس اعلام میکنه که کلی طلا هم همراهش بوده. پلیس میره سراغ خانواده و اطرافیان نجیبه برای تحقیق و همه میگفتن که حسین و نجیبه مثل خیلی از آدمهای دیگه فقط هر از گاهی با هم دیگه اختلاف داشتن. یعنی اختلافشون اونقدر زیاد نبوده که بخوان بگن حسین بلای سر نجیبه آورده. الان دیگه مشخص شده بود که جسدی که پیدا شده همون نجیبه زن حسینه. پلیس توی روند تحقیقاتش چند نفر رو هم بازداشت میکنه ولی در نهایت معلوم میشه که هیچ کدوم ربطی به مرگ نجیبه نداشتن. و بعد از یه مدت که پلیس به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه، پرونده حل نشده باقی میمونه. تقریبا میشه گفت دیگه هیچ کس خیلی درگیر پرونده مرگ نجیبه نبود تا اینکه 19 فروردین 1360 یکی از دخترای نجیبه میره سراغ پلیس و میگه اون روزی که مامانم رفت بیرون و دیگه برنگشت، قبلش یه مردی که یه مدت خواستگار من بوده بهش زنگ میزنه و مامانم قبل از اینکه بره بیرون 3 شماره به من میده و به من گفتش که اگر شب برنگشتم خونه به این 3 شماره زنگ بزن و من وقتی مامانم برنگشت به اونا زنگ زدم ولی اونا گفتن که اصلا مامان من رو نمیشناسن. دختر نجیبه میگه بابای من نمیدونست که مامانم شب برنگشته خونه. صبح که از سر کار برگشت در مورد مامانم پرسید و من بهش گفتم که همین الان رفته بیرون واسه عکاسی. اون میگه بابام خوابید و عصر بیدار شد گفت مامانت هنوز برنگشته؟ منم گفتم نه. گفت طلاهاشو با خودش برده؟ منم گفتم آره. گفت پس حتما اگر تا الان برنگشته و بلای سرش اومده 100% به خاطر طلاها بوده. دختر نجیبه میگه ما اون روز تا آخر شب صبر کردیم و وقتی برادر و خواهرام اومدن خونه و هیچ کدومشون از مامانم خبر نداشتن، ما رفتیم کلانتری و گزارش دادیم. پلیس دوباره درگیر پرونده نجیبه میشه و جواب پزشکقانونی رو دوباره بررسی میکنه و مشخص میشه که توی پزشکقانونی اعلام کردن که نجیبه در اثر ایست قلبی ناشی از ضایعات عروقی و بیماری ریوی به خاطر مسمومیت با تریاک و الکل مرده. با توجه به گزارش پزشکی قانونی مرگ نجیبه ایست قلبی اعلام شده بوده، پس ربطی به قضیه قتل و اینکه کسی بخواسته بلای سرش بیاره نمیتونسته داشته باشه. پس در نتیجه پلیس پرونده رو مختومه اعلام میکنه. اما خانواده نجیبه که خیلی مطمئن بودن نجیبه اهل این حرفا نیست، نه مواد مصرف میکنه نه الکل مصرف میکنه، تصمیم به اعتراض میگیرن. در خصوص اعتراض خانواده نجیبه یک دادگاهی برگزار میشه که قاضی توی اون دادگاه اعلام میکنه که ظاهرا نجیبه بعد از یک تماس تلفنی از خونه رفته بیرون و بعد جسدش پیدا شده. با توجه به وضعیت جسد میشه بگی که اون یه جای دیگه فوت شده و جسدش به یه جای دیگه انتقال داده شده. از نظر قاضی 2 حالت وجود داشته که یا به زور مواد و الکل به خورده نجیبه دادن یا خودش خورده، ولی چون با طلا از خونه رفته بیرون و وقتی جسدش پیدا شده طلاها همراهش نبوده، میشه گفت که فرد یا افرادی توی مرگ اون نقش داشتن. پس پرونده دوباره میره برای بررسی. پرونده رو میفرستن آگاهی تبریز تا شاید بفهمن نجیبه کجا بوده و با کی مشروب خورده، ولی باز هم فایده‌ای نداشت و پرونده هیچ پیشرفت خاصی توش اتفاق نمیفته.
از تبریز میریم کرج. عصر 16 شهریور 1360 طرفای ساعت 6 یکی از معتمدای منطقه اشتهار به پاسگاه زنگ میزنه و خبر میده که توی بیابون یک جسد رو پیدا کرده. مامورا میرن به اون آدرس که یه جاده خاکی فرعی بوده در واقع و تقریبا 2 کیلومتری با جاده اصلی فاصله داشته. اونجا جسد یک زن رو پیدا میکنن که ظاهرا مشخص بوده با اون پارچه که دور گردنش خفه شده و هیچ مدرک شناسایی هم همراهش نبوده. تنها چیز مشکوکی که وجود داشت جای چرخ یک ماشین نزدیک جسد بود. پزشکی قانونی وقتی جسد رو معاینه میکنه تایید میکنه که علت مرگ همون خفگی با همون پارچه دور گردنش بوده و سن اون جسد رو هم حدوداً 32 سال تو این مایه ها اینا اعلام میکنه. توی این پرونده تنها سرنخی که پلیس داشت همون جای لاستیک کنار جسد بود و پلیس واسه این که بفهمه لاستیک چه ماشینی میتونه باشه یه مردی رو که میگن خبره این کار بوده رو میبرن پای صحنه جرم و اون آقا هم میگه که به نظر من این جای لاستیک یا مال جیپ میتونه باشه یا مال یه پیکان سواری. پلیس هیچ چیز بیشتری از این پرونده نمیتونه پیدا کنه. نه هویت جسد مشخص میشه، نه میتونه در مورد قاتل سرنخی پیدا کنه. تا اینکه 6 بهمن یک خانمی به نام فاطمه میره دادسرای عمومی کرج و میگه که من 31 شهریور رفتم اداره آگاهی و خبر دادم که یکی از خواهرام به اسم مهین گم شده و امروز که برای پیگیری رفتم شهربانی منو فرستادن پزشکی قانونی و اونجا هم جسدهایی که پیدا شده بود عکسشو به من نشون دادن و من عکس خواهرم رو تونستم شناسایی کنم و اونا به من گفتن که خواهرم کشته شده. الان هم فاطمه به عنوان یک شاکی رفته بود دادسرا که بگه میخواد از شوهر مهین به خاطر قتل خواهرش شکایت کنه چون تو این مدت شوهرش اصلا واسش مهم نبوده که زنش برنگشته خونه. پلیس تحقیقات رو شروع میکنه. اونا میرن سراغ مادر مهین و اون هم به پلیسا میگه که صبح همون روز یعنی 16 شهریور مهین چون با شوهرش دعوا شده بوده میره خونه خواهرش فاطمه و به خواهرش گفته بوده که میخواد از شوهرش طلاق بگیره. پلیس میپرسه خب مشکلش با شوهرش چی بوده که میخواسته ازش طلاق بگیره. مادرش میگه مهین قبلا یک بار ازدواج کرده بوده از شوهر اولش یه بچه داشته. وقتی با شوهر دومش آشنا میشه و میخواسته باهاش ازدواج کنه شرطش این بوده که اون بچه رو مثل بچه خودش قبول کنه و بزرگش کنه و شوهرش هم اوکی داده بوده و گفته بوده که من مشکلی با این موضوع ندارم. ولی 2 ماه بعد از ازدواجشون شوهرش میگه که من دیگه بچه رو نمیخوام و مهین مجبور میشه که بچه رو ببره قزوین و تحویل خانواده شوهر اولش بده ولی قصد داشته که از این آقا جدا بشه چون اون بچه‌شو نخواسته. فاطمه خواهر مهین هم حرفای مادرش رو تایید میکنه و میگه که خواهر من رفته بوده قزوین که بچهش رو ببینه اما قرار بوده که 15 شهریور برگرده چون میخواسته بره محضر و از شوهرش جدا بشه. ولی اون روز فاطمه که میره محضر که حالا مهین میخواسته از شوهرش جدا بشه میبینه که همه هستن، همه اومدن بجز مهین و هرچی هم منتظر میمونن میبینن که مهین خانم تشریف نمیاره. محضر دارم بهشون میگه که خب من دیگه بیشتر از این نمیتونم بهتون وقت بدم، برید یه روز دیگر رو واسهشون تعیین میکنه، میگه دوباره بیایید. فاطمه میگه من وقتی برگشتم خونه دیدم که مهین اومده و ازش میپرسم که چرا نیومدی؟ میگه تا رسیدم دیر شد واسه همینم من اومدم خونه دیگه اونجا نیومدم. طبق گفته های فاطمه اون شب مهین یه سر میره گوهردش خونه مامانش اما صبح دوباره برمیگرده خونه فاطمه و از همون صبح شروع میکنه غر زدن و درد و دل کردن که حالا مثلا شوهرش این کارو کرده اون کارو کرده و آخر سر هم نتیجه بر این میشه که بره پیش شوهرش تا شاید بتونن مشکلشون رو حل کنن و دیگه کار به طلاق و این چیزا نرسه. و فاطمه میگه از اون روز که مهین از خونه رفت بیرون دیگه ما ازش خبری نداریم. فاطمه میگه من هر جا رو که فکر میکردم مهین میتونسته رفته باشه دنبالش گشتم، خونه شوهر سابقش، خونه مادرم، خونه هر کسی که فکر میکردم اما وقتی دیدم خبری ازش نیست رفتم سراغ پلیس و گزارش دادم. تو این مرحله پلیس میره سراغ شوهر دوم مهین ولی حرفای اون مرد 64 ساله خیلی با حرفای خانواده مهین مغایرت داشته. اون آقا میگه که من 2 سال پیش زنم فوت کرد. از اون موقع تا الان مجرد بودم تا اینکه 7 ماه پیش یکی از دوستان به من گفتش که یه خانمی توی کرج هست که حالا می‌خواسته ما رو معرفی کنه که با هم آشنا بشیم و ازدواج کنیم. اون خانم کی بوده؟ همین مهین خانم بوده. اون آقا میره با مهین حرف میزنه، به توافق میرسن و مهین راضی میشه که با مهریه 15,000 تومان با اون آقا ازدواج کنه.
خلاصه یکی دو روز میرن و میان و در نهایت عقد میکنن و مهین و بچهش که حالا فکر میکنم پسر بوده میرن خونه اون آقا، تا اینکه 50 روز بعد مادر و خواهر مهین میرن خونه اون آقا و موقع برگشتن وقتی میخواستن برگردن حالا خونه خودشون، بچه رو هم با خودشون میبرن که یه هفته پیش اونا بمونه. شوهر مهین ادعا میکنه که از روزی که اون بچه رفت مهین شروع کرد به ایراد گرفتن و بیقراری که من بچه‌مو میخوام. به خاطر همین شوهرش 3 روز بعدش مهین رو با یه ساک لباس و طلاهایی که حالا خودش گفته 22,000 تومان قیمتش بوده میبره میدون آزادی که سوار ماشینش کنه که بره خونه خواهرش فاطمه. و 3 روز بعدش هم خودش و خواهرزاده‌اش میرن خونه همون خواهر مهین فاطمه. چون ظاهرا اونجا دیگه اون آقا تصمیم گرفته بوده که نمیخواد با مهین زندگی کنه و اصلا اون 3 روز بعدش که رفته بودن خونه فاطمه رفته بودن که صحبت کنن و تصمیم بگیرن که این 2 نفر از هم دیگه جدا بشن. اونا کارهای طلاقشون رو انجام میدن، میرن توی پروسه و فاطمه و مهین و شوهرش پا میشن میرن محضر که حالا کارهای طلاقشون رو انجام بدن و اونجا بر سر طلاها مهین و شوهرش دعواشون میشه، چون که شوهره میگفته که باید طلاها رو به من پس بدی و مهین میگفته که من پسشون نمیدم و محضردارم وقتی میبینه که مشکلشون حل نمیشه بهشون میگه برید 15 شهریور بیان که 15 شهریور دیگه مهین نمیره محضر. طبق گفته شوهر دوم مهین، روزی که مهین نمیره محضر 2 روز بعدش فاطمه بهش زنگ میزنه و بهش میگه که مهین گم شده و شوهرم میگه که وا مگه یه زن 45 ساله گم میشه. خلاصه که شوهر مهین ادعا میکنه که تا 2 ماه بعد از گم شدن مهین میرفته خونه فاطمه تا شاید بتونه خبری از مهین بگیره. حتی میگه بهشون گفتم که عکس مهین رو بدیم تلویزیون، ولی خانواده مهین قبول نکردن و گفتن بی‌آبرویی میشه. پلیس به تحقیقاتش در مورد مهین ادامه میده و میفهمه که مهین خانم خیلی هم بیکار نبوده و به جای 2 بار در واقع 3 بار ازدواج کرده بوده. با شوهر اولش 14 سال زندگی کرده بوده، با شوهر دومش 8 سال و در آخر هم با این آقا ازدواج کرده بوده و فقط 2 ماه تونسته بوده با شوهر سومی زیر سقف بمونه. تازه تو این فاصله سیغه هم شده بوده، یعنی فقط این 3 تا نبودن. اما خب مسئله مهم این نیست که مهین چند بار ازدواج کرده. مسئله مهم اینه که پلیس میره سراغ هر کی که با مهین ارتباط داشته و هیچ سرنخی در مورد قتل مهین نمیتونه به دست بیاره و این پرونده هم بی جواب و بدون مظنون باقی میمونه. خب دوباره برگردیم به تبریز. 24 بهمن 1361. اون روز یه مادری میره دادسرای تبریز و میگه که 8 ماهه که دخترش اختر که 36 سالش بوده با 2 تا بچه‌هاش فرناز و محمد گم شدن و اون همه جا رو دنبالشون گشته اما نتونسته پیداشون کنه. الان هم نتونسته بره توی خونه اختر که حالا دخترش توش زندگی میکرده چون اجازهش رو نداشته و الان از دادستان میخواد که یکی رو بفرسته بره خونه و اونجا رو بررسی کنه. دادستانی از آگاهی میخواد که یه مأمور بفرسته برای تحقیق. فرداش یعنی 25 بهمن 61 یه مأمور میره سراغ همسایه ها و همشون میگن که آخرین بار اختر خودش از خونه رفته بیرون و 1-2 تاشون هم میگن که آخرین باری که باهاش صحبت کردیم گفته بوده که یه چند روزی میخواد بره آب گرم سرین اردبیل برای تفریح و از اون موقع به بعد دیگه ما هیچ کدوم توی محل ندیدیمش. قرار بر این میشه که خونه اختر رو در حضور مادرش و نماینده دادستان بازرسی کنن. وقتی وارد خونه میشن همه چیز به هم ریخته بوده و یه پیکان لیمویی رنگ با پلاک تهران هم داخل حیاط خونه پارک بوده و روش چادر هم کشیده شده بوده. شواهد نشون میده که آخرین نفر هم هر کسی توی این خونه بوده احتمالاً با عجله از خونه رفته بیرون چون تشک و لحافا همینجوری وسط خونه باقی مونده بود. توی اتاق خواب یه دونه آینه بود که با یه چیزی مثلا مداد ابرو روش نوشته شده بود که این کار هر شب ماست. مرسی که خونه رو از ساعت 7 شب تا 1 بعد از نصف شب خالی میذارید. ظاهر خونه اینو نشون میداد که یه نفر اومده دنبال یه چیزی گشته و همه جا رو به هم ریخته و حالا معلوم نیست اون چیزی که میخواسته رو پیدا کرده یا نه. پلیس انگشت‌نگاری رو شروع میکنه و آینه رو هم با خودشون حالا برای بررسی‌های بیشتر میبرن و خونه رو تحویل مادر اختر میدن ولی بهش گوشزد میکنن که تا وقتی که تحقیقات تموم نشده نباید به وسایل خونه دست بزنه. توی سال 61 اینا خب مسلما موبایل و اینا نبوده. واسه همین پلیس توی قدم بعدی میره سراغ شماره تلفن‌هایی که اختر با تلفن خونه باهاشون تماس گرفته یا با اختر تماس گرفتن و میره دنبال این که بفهمه اختر اصلا کجا کار میکرده و شغلش چی بوده و چجوری بوده.
اونا متوجه میشن که اختر خانوم کمک بهیار یک بیمارستان خیریه بوده و آخرین بار 30 خرداد 61 ساعت 7:30 شب از بیمارستان که رفته بیرون دیگه برنگشته، یعنی شیفت بعدش رو نرفته. سابقه کیفری اختر هم کاملا پاک بوده، ظاهرا اهل هیچ خلافی نبوده. وقتی پلیس میره سراغ همکاراش، یکی از همکاراش میگه که ما شنیدیم که میگن اختر رو توی زندان دیدن ولی نمیدونیم واقعیت داره یا نه، مدرکی هم بابتش نداریم. پلیس تحقیق میکنه میبینه که اصلا همچین شخصی بازداشت نشده که بخواد بره زندان. البته لازم به ذکره که بگم اختر خانوم هم یه چند باری شوهر کرده بوده. پلیس بعد از بررسی توی گزارشش می‌نویسه که ناپدید شدن اختر خیلی مشکوکه و قرار میشه که آگاهی این موضوع رو دقیق‌تر بررسی کنه. پلیس میره آمار اون کسی که گفته بوده اختر رو توی زندان دیده در میاره و روز 4 دی میره سراغش. اون کسی که این حرفو زده بوده یا آقای به نام حسین بوده که دقیقاً توی همون بیمارستان کار میکرده و میگه که من از اخلاق اختر، اخلاق و رفتارش اصلا خوشم نمیومده و یه چند باری هم دیدم که یک مردی با پیکان اومده بوده دم در و منتظرش بوده و وقتی اختر کارش تموم میشه میره سوار ماشین اون آقا میشه و میره. آخرین بار هم دیدم که با همون مرده رفت و دیگه بعد از اون هم سر کار ندیدمش و من در مورد زندان رفتنش چیزی نگفتم. پلیس میره سراغ شوهرهای اختر. اول کسی هم که میره سراغش یه آقای به نام صمد بوده که خرداد 59 با اختر مثل اینکه آشنا شده بوده. ظاهرا اختر میره مغازه اون آقا تا واسش یه میز سماور بسازه و هی توی این رفت آمدها در دلش باز میشه و به اون آقا میگه که خونش رو میخوان خراب کنن. صمد هم دلش واسش میسوزه و بهش میگه که بیا توی یکی از اتاقای خونه من بمون تا زمانی که بتونی یه خونه پیدا کنی. اختر هم یه ماهی که از آشناییشون گذشته بوده وسایلش رو برمیداره و میره خونه صمد و یه مدت که اونجا میمونه خودش به صمد پیشنهاد میده که بیا با هم ازدواج کنیم. صمد هم قبول میکنه. حالا این حرف از سمت صمد زده شده که چقدر حقیقت داره رو واقعا نمیدونیم. مثل اینکه اونا فقط چند ماه با هم زندگی میکنن و بعدش طلاق میگیرن، چون صمد گفته که اختر خیلی به حرف من گوش نمیکرده و هر بار ازش میپرسیدم که کجا بوده به من میگفته که به تو مربوط نیست و صمد هم میگه که بعد از طلاق دیگه از اختر هیچ چیزی ندیده و نشیده، اصلا ازش خبر نداشته. وقتی پلیس داشته در مورد پرونده اختر تحقیق میکرده همچنان توی 7 مهر 63 یه آقای به نام اصغر که ادعا میکرده شوهر خواهر اختره میره اداره آگاهی و میگه که وقتی داشتن وسایل خونه اختر رو جابجا میکردن چند تا چک و گواهی عدم پرداخت به مبلغ 170,000 تومان پیدا میکنه که صادر کنندش یک مردی به نام مجید بوده. به علاوه اینا یه قرارداد ماشین رو هم پیدا کرده بوده که مربوط به تاریخ 25 فروردین 1360 بوده و نشون میداده که همون مجید نام 3 دنگ از یک تاکسی پیکان مدل 59 رو به اختر فروخته و توی قراردادشون هم نوشته بوده که مجید روی تاکسی قراره کار کنه و درآمد تاکسی رو آخر هر ماه بین خودش و اختر نصف کنه. با اینکه این مدرک خیلی مهمی بود اما پلیس خیلی پیگیر این موضوع نمیشه. انگار که اینکه مثلا یه تاکسی رو با یه نفر شریک بوده برای پلیس خیلی اهمیتی نداشته و پرونده اختر بعد از مدت‌ها تحقیق به هیچ سرنخی نمیرسه، هیچ مظنونی واسش پیدا نمیشه و همینجوری حل نشده باقی میمونه. از آخرین باری هم که حالا اون همسایه ها اختر 2 بچه‌اش رو دیده بودن دیگه نه کسی ازش خبر داشت نه کسی اونا رو دید. یه چند ماهی از اون تایمی که اصغر میره اداره آگاهی و در مورد اختر یه سری اطلاعات میده ما یه کوچولو برمیگردیم عقب به اسفند 62 کلانتری تبریز که خبر میرسه جسد یه زن جوان رو توی رودخونه پیدا کردن. تا ظهر همون روز معلوم میشه که جسد متعلق به یک دختریه به اسم معصومه. پدرش به پلیس میگه که شب قبل وقتی که رفته خونه مادر بچه‌ها معصومه رو فرستاده بوده که بره شیر و ماست بخره و اون دختر از زمانی که از در خونه رفته بیرون دیگه بر نگشته. پلیس میره سراغ سوپری محل و اون میگه اصلا اون شب معصومه در مغازش نرفته. پزشک قانونی هم توی همون بررسی‌های اولیه اعلام میکنه که یعنی در واقع تایید میکنه که جسد متعلق به معصومه 18 سال است و احتمالاً با یک تیکه پارچه خفه شده اما نشونه‌ای از درگیری یا سرقت وجود نداره.
پلیس سراغ خیلیا میره. خیلی آدمم بابت پرونده قتل معصومه دستگیر میکنه، اما به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه و این پرونده هم همینجوری باقی میمونه. خب بیاین تبریز یکم بیخیال بشیم و بریم تهران. 25 شهریور 63 که ساعت 4:30 بعد از ظهر به کلانتری تهران پارس خبر میرسه که جسد یه زن رو توی خیابون 148 غربی پیدا کردن. وقتی میرن توی اون خونه با جسد یک زنی روبرو میشن که رو به پهلو کنار تختش روی زمین افتاده بوده و به نظر می اومده که با چاقو گردنش بریده شده. یکی از همسایه ها که شاهد ماجرا بوده برای پلیس تعریف میکنه که اسم اون زن فهیم است و اون روز خواهر فهیمه و دوستش رفته بودن توی خونه، یعنی به محض اینکه وارد میشن صدای جیغشون میاد که داشتن داد میزنن و خواهرش داشته جیغ میکشیده و میگفته که خواهرمو کشتن. و دیگه حالا اون همسایه میره بالا و متوجه ماجرا میشه. پزشکی قانونی وقتی جسد رو معاینه میکنه گزارش میده که علت مرگ خفگی با جوراب بوده. منتها اون جوراب اینقدر محکم دور گردن فهیمه پیچیده شده و حالا قاتل اون رو فشار داده که باعث بریدگی گردن شده. البته که 2 بریدگی عمیق چاقو هم سمت چپ گردنش بوده، اما اونا باعث مرگش نشدن. علت مرگ همون خفگیه. یه زخم کوچیک هم روی انگشت میانی دست راست فهیمه بوده که نشون میداده فهیمه سعی کرده بوده از خودش دفاع کنه. در نهایت پلیس توی این پرونده هم به هیچ نتیجه خاصی نمیرسه و قاتل هم دستگیر نمیشه. جسد بعدی رو 3 تیر ماه 1364 پیدا میکنن. قضیه از این قراره که ساعت 8:30 صبح به پاسگاه آزادی خبر میدن که جنازه یک زن اطراف اتوبان تهران کرج پیدا شده. پاسگاه قضیه رو به دادسرای عمومی تهران اطلاع میده و بازپرس میره به محل کشف جسد. جسد تقریباً 15 کیلومتر مونده بوده به کرج پیدا شده بوده و به نظر می اومده که اون خانم بین 25 تا 30 سال هم سنش بوده. چون هوا به شدت گرم بوده، جسد خیلی زودتر از حالت نرمال بو کرده بوده و داشته تجزیه می شده. لباسهای اون زن کاملا تنش بوده، روسریش کنار جسدش افتاده بوده، کفشاش یه چند متر اونورتر پیدا میشه که نشون میداده احتمالاً جسد رو از اونجا کشوندن آوردن اینجا. اما هیچ نشونه‌ای از درگیری وجود نداشت، ولی یه نکته داشت این قتل، اونم این که یه طناب سفید که 3 دور گردن اون زن پیچیده شده بود هنوز دور گردنش بود که نشون میداد با همون طناب اون زن خفه شده. به علاوه اون یه جای لاستیک هم یکم اونورتر از جسد پیدا شد که به نظر می اومد واسه همون کسی باشه که اون زن رو به اونجا منتقل کرده. پزشکی قانونی علت مرگ رو خفگی با همون طناب اعلام میکنه، یعنی یه جورای تایید میکنه و هیچ نشونه ای از دزدیدن لباس یا تعرض وجود نداشته. به نظر نمیاد که با قربانی درگیر شده باشه قاتل و قربانی هم ظاهرا مقاومت خاصی نکرده. در مورد این یکی جسد پلیس حتی هویت قربانی رو نمیتونه مشخص کنه. نمیفهمن قربانی کی بوده، نه مظنونی واسه قتلش پیدا میکنن. توی 11 تیر ماه 64 هم توی قزوین جسد یک زن پیدا میشه که میگن احتمالاً 28 سالش بیشتر نبوده. اما در مورد هویتش چیزی نمیفهمم، با اینکه عکس ایشون هم توی روزنامه‌ها منتشر میشه اما مشخصاتی ازش پیدا نمیشه. توی 15 تیر 64 هم توی لاهیجان جسد یک زن کنار جاده آستانه به رشت کنار یک دیوار پیدا میشه. شما ببین توی یه روز از قزوین به رشت. پزشکی قانونی علت مرگ این یکی قربانی رو شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی اعلام میکنه، یعنی با ضربه به سرش کشته شده. چند روز بعد یک خانواده‌ای میرن پیش پلیس که ظاهراً خانواده اون قربانی بودن و میگن که ما اون زن رو میشناسیم، اسمش انیسه و پدرش به پلیس میگه که شوهر سابقش ابراهیم احتمالاً دختر من رو کشته و من الان ازش شکایت دارم چون چندین بار دیده بودم که دخترم رو تهدید کرده. پس من میگم که کار خودشه. پلیس میره سراغ ابراهیم و اون خیلی راحت میتونه به پلیس ثابت کنه که اون زمان لاهیجان نبوده و این پرونده هم مثل چند تا پرونده قبلی بی نتیجه باقی میمونه. بریم به تاریخ 29 تیر 1364 حدود ساعت 1:00 شب که به ژاندارمری جوادیه تهران پارس خبر میدن که وسط جاده تهران آمل جسد یک زن افتاده و چند تا ماشین هم از روش رد شده.
وقتی پلیس میره اونجا میبینه که جسد تقریبا از هم متلاشی شده، چون چندین بار ماشینا از روش رد شدن و پزشکی قانونی هم اعلام میکنه که اون زن احتمالاً بین 30 تا مثلا 33 سال اینا بوده و علت مرگ هم آسیب شدید بدنش بوده، خونریزی داخلی داشته، له شدگی شکم داشته و خرد شدن جمجمه. احتمال اینکه تا قبل از اینکه حالا از روش رد بشن اون زن زنده بوده. وقتی پلیس داشته در مورد اون زن تحقیق میکرده، یه چند روز بعدشه که از اهالی همونجا میره شهادت میده که اون زن رو چندین بار قبل از اینکه این اتفاق براش بیفته دیده بوده که همون طرفا واسه خودش میچرخیده و از نظر اون کسی که حالا رفته بوده پیش پلیس میگه که به نظر من مشکل روانی داشته، چون که هر بار که میدیدمش و داره راه میره با خودش داشته حرف میزده و توی آشغالا دنبال غذا میگشته. فکر میکنم مثلا بی خانمان بوده و شبا هم میدیدم که همون اطراف میخوابه. فکر کنم مثلا خونه زندگی نداشته. بقیه اهالی اون منطقه هم حرفای اون شاهد رو تایید میکنن و با توجه به اینکه پلیس احتمال میده که اون زن بی خانمان بوده، این پرونده خیلی پیگیری نمیشه. توی 15 مرداد ماه همون 64 هم اطراف مجموعه ورزشی آزادی در جاده شهر زیبا به اتوبان کرج جسد یک زن دیگه پیدا میشه. جسد اصلا وضعیت خوبی نداشته، چون معلوم بود تایم زیادی توی آفتاب بوده و بخشی از بدنش توسط حیوانات خورده شده بوده. اما پزشکی قانونی اعلام میکنه که در حلق و حنجره آثار خونریزی حین حیات وجود داشته، پس میتونه علت مرگ خفگی باشه، اما هویت اون زن هم مشخص نمیشه. یه 10 روزی که از پیدا شدن اون جسد میگذره، یک مردی به نام حسین میره پاسگاه گوهردشت و میگه که زنم اشرت که 43 سالش بوده از 25 تیر ماه با دوستش معصومه برای خرید جنس حراجی رفته بوده خونه یک مردی به اسم اردلان توی اکباتان، ولی از اون روز دیگه خونه بر نگشته. توجه کردیم توی این پرونده بیشتر شوهرایی که زنشون به قتل رسیده اسمشون حسین بوده؟ چرا؟ بنده خدا حسینا. پلیس میره سراغ معصومه دوست اشرت و اون میگه که ما تا ساعت 11 توی همونجا که رفته بودیم خرید کنیم بودیم و بعدش هم از هم دیگه خداحافظی کردیم و هر کی رفت خونه خودش. وقتی پرونده رو میفرستن اداره آگاهی، حسین به مامورا میگه که من از دامادمون شکایت دارم. پلیس میاد یکم بیشتر در مورد زندگی اشرت و حسین تحقیق میکنه و با اینکه حسین و دخترشون رویا شدیدن اصرار داشتن که دعواهای اونا کاملا ظاهری بود و اونا هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتن، اما پلیس میفهمه که اونا نه تنها با هم دیگه مشکل داشتن بلکه میخواستن از هم دیگه جدا بشن، یعنی حتی تاریخ دادگاه طلاقشون هم مشخص شده بوده. اما باز هم توی پرونده قتل اشرت هرچی پلیس میگرده و میچرخه باز به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه و پرونده اشرت هم مثل بقیه پرونده ها بلا تکلیف میمونه. اما اتفاقی که بعد از پیدا شدن جسد اشرت میفته این بوده که توجه پلیس نسبت به این قتل ها بیشتر میشه، چون توی یه تایمی پشت سر هم هی داشتن جسد زنهایی رو پیدا میکردن که همشون به قتل رسیده بودن، خیلی هاشون هویتشون مشخص نبود، اونایی هم که مشخص بود نتونسته بودن حتی مظنونی براش پیدا کنن و این قضیه رو خیلی داشت حساس میکرد، خیلی همه داشتن روی این قضیه زوم میکردن. واسه همین پرونده اشرت دوباره توی تهران بررسی میشه و به این نتیجه میرسن که مشخصات و نحوه مرگ اشرت با بقیه پرونده هایی که توی این مدت پیگیرش بودن و حالا جسدهایی که پیدا کردن یکیه، پس میتونه همه اینا کار یک نفر یا یک گروه باشه. با اینکه در مورد پرونده اشرت هر روز خانواده‌اش یکی رو معرفی میکردن و میگفتن به نظر ما اون اشرت رو کشته، ولی پلیس توی هیچ کدوم از اونها نمیتونه هیچ چیز خاصی پیدا کنه که بگه باشه این میتونه قاتل باشه و بخواد دستگیرش کنه و در نهایت هم پرونده اشرت میره کنار بقیه پرونده هایی که توی این مدت بهش رسیدگی شده بود و هیچ نتیجه‌ای نگرفته بودن. توی تاریخ 2 مهر هم جسد یک خانمی به نام فاطمه پیدا میشه که اون هم مثل قبلی ها با همون مشخصات بدون نتیجه باقی میمونه. توی کلن مهر 64 هم در ارومیه هم در اردبیل جسد زنهایی رو پیدا میکنن که دقیقاً مثل جسدهای قبلی به قتل رسیده بودن، اما فقط هویت اونی که توی ارومیه بوده مشخص میشه که اسمش پروانه بوده، ولی خیلی فرقی نداشت چون در نهایت با اینکه هویت قربانی مشخص شده بود اما پرونده بی نتیجه. ولی توی 15 آذر همون سال توی بستان‌آباد جسد یک زنی پیدا میشه که یک طناب سفید
دور گردنش بوده. پس توی همون نگاه اول کاملا میشد گفت که با همون طناب سفید خفه شده. البته وقتی جسد رو میفرستن پزشکی قانونی، اونا هم تایید میکنن که بله، علت مرگ خفگی با همون طناب بوده و میگن احتمالاً اون زن یه چیزی حدود 25 سالش بیشتر نبوده. توی این یکی مورد کنار جسد یه جای کفش و یه رد لاستیک هم پیدا میشه که احتمال میرفت مربوط به قاتل باشه. اعضای شورای روستا هم شهادت میدن که این زن رو نمیشناسن و مطمئن هستن که اهل اونجا نیست. دقیقاً فردای روزی که جسد اون زن پیدا میشه، اهالی روستای آبریز بستان‌آباد به پلیس خبر میدن که جسد یک پسر بچه رو پیدا کردن. وقتی جسد اون بچه رو برای کالبد شکافی پزشکی قانونی میبرن که علت مرگ رو بتونن تشخیص بدن، اولش که متوجه میشن چند تا خراش خیلی سطحی روی صورتشه، اما علت اصلی مرگش سرمازدگی یا همون یخزدگی اعلام میشه. یعنی اون بچه اونقدر اونجا مونده که از سرما یخ زده. جانشین بازپرس معتقد بوده که چون محل پیدا شدن جسد حالا اون زن و اون پسر به هم نزدیک بوده، احتمال میده که اونا مادر و پسر بوده باشن و قاتل هر دوتاشون رو توی یک شب به قتل رسونده. پلیس هرچی میگرده در مورد هویت اون زن و اون پسر چیزی نمیتونه پیدا کنه تا اینکه 19 آذر 64 مردی به اسم ابراهیم میره دادسرای ارومیه و میگه که زن من خدیجه که 23 سالش بوده با پسرم حجت الله 5 روز پیش از خونه رفتن بیرون و هنوز برنگشتن. ابراهیم به پلیس میگه یکی از زنای همسایه به من گفته بوده که آخرین بار خدیجه رو توی یه پیکان سفید دیده. پلیس عکس خدیجه و پسرش رو توی تلویزیون پخش میکنه، اما خبری نمیشه. یعنی هیچکس هیچ جای اعلام نمیکنه که اونا رو دیده، تا اینکه 1 دی یک مأمور گزارش میده که چند روز قبل خدیجه رو توی بازار بنی هاشم ارومیه با یک مرد جوان دیده که داشتن خرید میکردن. پلیس این موضوع رو پیگیری میکنه اما هیچی دستش رو نمیگیره. اما پلیس بستان‌آباد وقتی خبر گم شدن خدیجه و پسرش رو میشنوه، میگه که شاید جسد اون مادر و پسری که ما پیدا کردیم همون خدیجه و پسرش باشه. اما شاید باورتون نشه. یعنی نمیان عکس اونا رو بذارن کنار عکس اون 2 تا جسد ببینن اون جسد متعلق به خدیجه و پسرش هست یا نه. چون خودشون به این نتیجه میرسن که ارومیه و بستان‌آباد هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، این موضوع رو پیگیری نمی‌کنن اصلاً. باورتون میشه؟ یعنی یه مقایسه عکس ساده بود، هیچ کار دیگه لازم نبود بکنن. تا اینکه 12 دی ماه یک نامه‌ای میرسه به دادگاه بستان‌آباد که توش نوشته بوده که یه مرد یه زن حدوداً 25 ساله و یه بچه 10 ساله رو کشته و انداختتشون توی جاده بستان‌آباد. اون یه ماشین سبز رنگ با پلاک 55284 میم داره که اگر اونو بگیرید قاتل اون مادر و پسر رو پیدا میکنید. بازپرس دستور میده که برن دنبال صاحب ماشین و عکس اون مادر و بچه رو دوباره توی روزنامه آگهی میکنن. ولی آیا به نتیجه میرسن؟ خیر، چون اگر به نتیجه میرسیدن پرونده ما همینجا تموم میشد. اول صبح 28 آذر 64 یه آقای به نام اسماعیل میره یکی از پاسگاه‌های توی کرج و میگه که جلوی در خونه‌شون یه نوزاد چند ماهه رو پیدا کرده که یه پتو دورش بود و یه کیف هم کنارش بوده. پلیس میفهمه که مادر اون بچه یک زنیه به نام منصوره و پدرش هم یه آقای به نام قدرت. دقیقاً چند ساعت بعد از گزارش اون آقا 2 نفر میرن پاسگاه و میگن که جسد یک زن رو نزدیک امامزاده طاهر پیدا کردن که معلوم میشه جسد متعلق به همون منصوره، یعنی مادر اون بچه است. وقتی پلیس میره سراغ جسد منصوره، یک طناب سفید رو دور گردنش پیدا میکنن که مشخص بوده با همون طناب منصوره رو خفه کردن. هیچ اثری از درگیری وجود نداشت، اما هیچ طلایی هم همراهش نبود. پلیس توی تحقیقات محلی یک نامه‌ای به دستش میرسه که ظاهراً منصوره به همسایه‌ها داده بوده که گفته بوده من میرم تهران و دیگه بر نمیگردن. همچنین مامورا میفهمن که منصوره و قدرت با هم اختلافات خیلی زیادی داشتن، چون قدرت رفته بوده بدون اطلاع منصوره با یک دختر 15 ساله به اسم فریبا ازدواج کرده بوده. اما چون شرط ازدواجشون این بوده که اون باید منصوره رو طلاق بده، اول از منصوره طلاق میگیره و بعدش با اون دختر یعنی فریبا ازدواج میکنه.
اما وقتی میفهمه که منصوره حامل است مجبور میشه دوباره منصوره رو عقد کنه، ولی این دفعه به فریبا چیزی نمیگه که من دوباره منصوره رو عقد کردم. این موضوع توی گزارش‌های مربوط به این پرونده نوشته شده بود، ولی تا اونجایی که من میدونم قبل از اینکه دو نفر بخوان از هم دیگه طلاق بگیرن اول خانم میره تست بارداری میره و اگر تستش منفی بود اجازه بهش میدن طلاق بگیره. حالا چجوری این اول طلاق گرفته بعد فهمیده بارداره و اینا رو من واقعا هیچ اطلاعی ندارم. از اون طرف هم وقتی پلیس در مورد زندگی خصوصی منصوره یکم کنجکاوی میکنه میفهمه که منصوره خانم قبلا یک بار دیگه هم ازدواج کرده بوده. اسم شوهر اول منصوره بهروز بوده و وقتی پلیس میره سراغ بهروز اون میگه که ما زندگی خیلی خوبی داشتیم، اما منصوره یهویی اخلاقش تغییر کرد و این مدلی شده بود که سر هر چیز خیلی مسخره‌ای به من فحش میداد، برا بیرا بارم میکرد. چند باری هم سعی کردیم درستش کنیم اما نشد چون منصوره نمیخواست. یه بار هم دیدمش که سوار یک پیکانیه و وقتی ازش پرسیدم که کجا بودی با کی بودی گفت به تو هیچ ربطی نداره و آخر سر هم به خاطر همین مسائل ما از هم دیگه طلاق گرفتیم. حالا شما فکر میکنید دلیل این بد اخلاقی های منصوره دقیقاً چی بوده؟ من بهتون میگم. این خانم سوار ماشین قدرت میشه، یعنی احتمالاً همون پیکانی که بهروز دیده بودتش توش، و باهاش از اونجا، یعنی در واقع اونجا تازه با قدرت آشنا میشه و دیگه از زمانی که قدرت میاد به بازار بهروز میشه دلازار و دیگه بهروز رو دوست نداشته و تصمیم میگیره که از بهروز جدا بشه و بره زن قدرت بشه. واقعا فکر نمی کنید که اسم فیلم های ترکی زیادی بد در رفته؟ وضعیت این پرونده یکم بدتر نیست به نظرتون؟ تازه ما داریم در مورد سال 60 حرف میزنیم و یعنی در مورد این پرونده جدید هم حرف نمیزنیم. خلاصه در آخر در مورد قتل منصوره هم هیچ نتیجه‌ای حاصل نمیشه و این پرونده نیمه کاره میمونه. اما شما داستان منصوره رو اینجا یادتون باشه چون قراره که من در ادامه بهش برگردم. قتل همینجوری ادامه داشت. مثلا توی دی ماه 64 توی شهرهای مختلف مثل قزوین، کرج، تاکستان، تهران 9 تا جسد در کل پیدا میشه که هیچ کدوم از اینا رو پلیس فکر نمی‌کرد به هم دیگه ربط داشته باشه. قزوین درگیر پیدا کردن جسدهای خودش بود، کرج درگیر پرونده‌های خودش بود، تاکستان درگیر پرونده‌های خودش بود. یعنی یه تماس نمی‌گرفتن مثلا ما چند تا پرونده پیدا کردیم که شبیه همه و توش موندیم بیایم با هم همراهی کنیم که این حل بشه. نه، هم چیزی نبود. اما همه این قتل‌ها توی هر شهری که اتفاق می‌افتاد چند تا نقطه اشتراک داشتن. یکی این که اکثرشون با همون طناب سفید دور گردنشون خفه شده بودن. حالا بعضی‌ها هویتشون شناسایی شده بود، بعضی‌ها هم نه. دو این که همه اونا زن بودن، زن‌هایی که اکثرشون متأهل بودن و حداقل یه دونه ازدواج داشتن قبلش. اما توی تاکستان اتفاقی که میفته این بوده که بعد از اینکه همینجوری هی داشتن جسد پیدا می‌کردن، جسدهایی که تقریبا شبیه به هم به قتل رسیده بودن، میان گشت شبانه میذارن و به تهران و تبریز هم موضوع جسدها رو اعلام میکنن. خب بریم وارد ماه بهمن بشیم که توی 6 بهمن 3 نفر به اسم مریم، بهزاد و ناصر که توی یه ماشین بودن دستگیر میشن و چون به نظر مشکوک میومدن اونا رو میبرن اداره آگاهی. اولش مریم و بهزاد ادعا میکنن که ناصر تاکسی بود و اینا هم به عنوان مسافر سوار ماشین ناصر شده بودن. اما وقتی که فشار بازجویی ها روشون زیاد میشه و میفهمن به این راحتی ها نمیتونن از دست پلیس در برن، چون خب شرایط خیلی بد بوده اون موقع دیگه، اینا هم خیلی مشکوک بودن، مشخص میشه که این سه تا با هم دیگه دوست بودن و مثلا مریم از طریق دوستاش با اینا آشنا شده بوده، رفته بودن خونه، تریاک زده بودن، مشروب خورده بودن و کلی اشغال کرده بودن. حالا اون روزم سوار ماشین شده بودن که با هم مثلا برن یه جایی و پلیس چون درگیر پرونده قتل‌ها بوده و فکر می‌کرده که اینا میتونن به اون پرونده ها ربطی داشته باشن، هر سه تاشون رو میفرسته بازداشت. ولی خب اونا یه مدت خیلی کوتاهی توی بازداشت میمونن و در آخر هم معلوم میشه که هیچ ربطی به این پرونده های قتل نداشتن. بریم به 8 بهمن 64 توی تهران که یک مردی به اسم سید حسین میره پاسگاه شهرک قدس و میگه که داشته میرفته نون بخره که جسد یک زن رو دیده کنار خیابون نزدیک چهارراه میخسازی اونورا پیدا کرده و اینا. وقتی پلیس میره به همون آدرس نشونه های تکراری رو میبینه، یعنی همون طناب سفیدی که دور گردن اون زن پیچیده شده بود و اون زن طلا و پول و اینا هم همراهش نبوده.
به نظر می اومد که اون زن بین 27 تا 30 سالش میتونسته باشه، اما هویتش رو نتونستن تشخیص بدن، تا اینکه یک مرد 70 ساله میره کلانتری و میگه که دختر 29 سالش به اسم ناهید از 7 بهمن که از خونه رفته بیرون که بره سر کار هنوز برنگشته خونه. اون مرد خدا رو میبرن پزشکی قانونی و عکس جسدهای بدون هویت رو بهش نشون میدن و اون توی یکی از عکس‌ها دخترش رو شناسایی میکنه که در واقع همین جسدی بوده که قبلش پیدا شده بوده. پلیس توی تحقیقاتش متوجه میشه که ناهید توی بیمارستان کار میکرده و یکی از همکارای ناهید به پلیس میگه که اون با یک پسری به نام حسین دوست بوده و قرار بوده که با اون ازدواج کنه. یعنی اینقدر توی این پرونده ها اسم حسین رو بردیم که من به شخصه نمیدونم تا حالا چند بار گفتم حسین. پلیس میره سراغ حسین. حسین هم اینکه با ناهید دوست بوده اصلا انکار نمیکنه و میگه که آخرین بار 4 بهمن بود که ما با هم می‌خواستیم بریم سینما که نشد. واسه همینجوری قدم زنان رفتیم تا انقلاب و از اونجا سوار مینیبوس شدیم رفتیم آزادی. و حسین میگه من اونجا متوجه شدم که یک شولت سبز رنگ که پلاکش مال ارومیه بود داشت تعقیبمون میکرد و با اینکه توی آزادی پیاده شدیم و دوباره سوار یه پیکان شدیم که حالا تاکسی بوده و من وسط مسیر از اون تاکسی پیاده شدم و حالا ناهید مثل که به مسیرش ادامه داده با همون تاکسیه، دیدم که اون ماشینه همچنان دنبال اون پیکانه داره میره. فرداش که ناهید دوباره حالا نمیدونم حسین رو میبینه یا بهش زنگ میزنه، بهش میگه که اون شولت سبزه که دنبالمون بود رفته ازش پرسیده که تو با اون مرده، یعنی حالا حسین که همراهش بوده، چه نسبتی داشته و ناهید برگشته بهش گفته به تو چه. اون مرده هم اومده یه کارتی رو نشون داده، یه کارت مثلا نصفش رو گرفته بوده بقیه‌اش رو نشون داده و بهش گفته که من پلیس هم و این حرفا، ولی ناهید گفته که من شک دارم که مثلا کارت پلیس بوده باشه. اما اون آقا اصرار داشته که به ناهید بفهمونه که حسین مرد خوبی برای ادامه زندگی نیست و اون رو قانع کنه که سوار ماشین اون بشه. و وقتی میبینه که ناهید کوتاه نمیاد شروع میکنه به تهدید کردن ناهید و حالا در نهایت هم ناهید ول میکنه و میره. ناهید توی حرفاش به حسین میگه که مردی لهجه خیلی خاصی داشت، انگار که ترک زبان بود، موهاش مشکی بود، یکم بلند بود، سیبیل داشت و به نظرم میومد مثلا 30 سال اینا داشته باشه. پلیس از همه اطرافیان و همکارهای ناهید بازجویی میکنه ولی هیچ سرنخی به دست نمیاره، یعنی هیچ کدومشون تا حالا مثلا همچین رنگ ماشینی یا همچین مردی رو با همچین مشخصاتی دور و بر ناهید ندیده بودن. اما چون مشخصات اون ماشین چندین بار اگر حواستون باشه توی پرونده ها تکرار شده بود، پلیس تصمیم میگیره که بیشتر در مورد اون ماشین تحقیق کنه و پیگیرش بشه. همینجوری که پلیس درگیر و پیگیر اون ماشین شولت سبز بوده، 11 بهمن هم دوباره جسد یه نفر دیگه توی بستان آباد پیدا میشه که اون هم تکلیفش معلوم نمیشه و دقیقاً 12 بهمن هم توی تهران جسد یه زنی به نام قدوس، اگر اسمش رو اشتباه نگم، پیدا میکنن که اون هم دقیقاً با همون طناب سفید خفه شده بوده. هم پلیس هم مردم که حالا داشتن هر روز این خبرها رو میخوندن به این نتیجه رسیده بودن که ظاهراً قرار نیست این جسدها تموم بشه، چون هم 16 هم 17 بهمن دوباره توی تهران 2 جسد پیدا میکنن که اولی مشخص نمیشه مال کی بوده، اما دومی که اطراف اوین پیدا شده بوده و توی زباله ها پیدا شده بوده یکم قضیهش ادامه دار میشه. یعنی پلیس زمانی که میره توی صحنه جرم دوباره همون طناب سفید رو توی هر 2 صحنه جرم میبینه و این دفعه قضیه رو به ژاندارمری کل کشور اطلاع میده و حالا توی اون اطلاعیش مینویسه که این 4مین جسد زنی جوانیه که توی 1-2 هفته آخر دور و بر تهران پیدا شده و هنوز قاتل یا حالا قاتلین دستگیر نشدن، شناسایی نشدن. پس گشت ها رو زیاد کنید و حالا هوشیار باشید که ببینیم قاتل کیه. فردای اون روزی که جسد اون خانم اطراف اوین پیدا میشه، یک خانواده میرن اداره پلیس و ادعا میکنن که جسد رو میشناسن و میگن که اون یعنی ما خانواده‌شیم، اسمش معصومه است و 41 سالشه. پزشکی قانونی هم تا اون موقع علت مرگ رو خفگی با همون طناب اعلام کرده بود و چون خانواده‌اش هم پیدا شده بودن دوباره تحقیقات در موردش ادامه پیدا میکنه. این بار خواهر بزرگتر معصومه وقتی که برای بازجویی میره میگه که خواهر من معمولا همه چیز رو به من میگفته، یعنی هر اتفاقی که توی طول روز میافتاده رو واسه من تعریف میکرده.
اواخر دی ماه که میخواست بیاد خونمون، چون مسیرش یکم تاکسی خورش، یعنی از خونه اونا تا خونه ما تاکسی خورش خوب نبوده، سوار یه وانتی میشه که حالا طرف میخواست مثلا تا یه جایی برسونتش، که وسط راه یه مرد ترک زبان لاغری که حدوداً 30 سالش بوده و ظاهراً بیسیم هم داشته، خودش رو غلام یا غلامی معرفی میکنه، با کارت شناسایی سوار یک ماشین شبلت سرمه‌ای اینجوری جلوی وانت رو میگیره و میگه که من مأمور شهربانیم و نسبت شما دوتا با هم دیگه چیه. وقتی که اون شخص میفهمه که معصومه فقط به عنوان تاکسی مثلا سوار اون ماشین شده، یکم ماشین رو بازرسی میکنه و ول میکنه میره. اما کسی نمیدونه چجوری، ولی دقیقاً همون آقا آدرس معصومه رو پیدا کرده بوده و چند باری معصومه فهمیده بوده که اون مرد داره تعقیبش میکنه. یه بار هم که رفته بوده توی یه میوه فروشی، به معصومه میگه که من میدونم تو مثلا تو فلان اداره مشکل داری و من میتونم مشکلتو حل کنم و هیچ پولی هم ازت نمیخوام، و یه جورایی انگار معصومه رو قانع میکنه که سوار ماشینش بشه تا با هم دیگه حرف بزنن. معصومه وقتی داشته اینا رو برای خواهرش تعریف میکرده، میگه که من اصلا نسبت به اون آقای حس خوبی ندارم، چون اصلا نمیفهمم چرا مدام داره تعقیبم میکنه. آخرین بار هم 15 بهمن در موردش به خواهرش گفته بوده که باز تکرار کرده بوده که اون هنوز دنبالشه و از نظر خواهرش، حالا خواهر معصومه میگه که به نظر من هر اتفاقی که واسه خواهرم معصومه افتاده زیر سر همون آدم است که حالا همیشه دنبالش مدت آخری یا دنبالش بوده. شوهر معصومه وقتی میره اداره آگاهی میگه من آخرین بار که زنم از خونه رفته بیرون کلی طلا داشته، اما وقتی جسدش پیدا شده هیچ کدوم از طلاهاش همراهش نبوده. احتمالاً هر کسی که اونو به قتل رسونده طلاهاش رو هم برداشته. الان دیگه کم کم تازه بعد از 100 سال از بقیه شهرها مثل قزوین یا تاکستان داشتن به آگاهی تهران خبر میدادن که اونا یه مدت حالا جسدهای زنی رو دارن پیدا میکنن که با طناب خفه شدن و چون تا الان نتونستن از قاتل ردی پیدا کنن، حالا به تهران گزارش دادن که ازشون کمک بگیرن. این خبری که توی یه تعدادی شهر داشت یه سری جسد پیدا میشد که تقریبا شبیه هم به قتل رسیده بودن، خیلی داشت قضیه رو پیچیده میکرد. مگه میشه این همه قتل شبیه هم توی شهرهای مختلف اتفاق بیفته ولی حتی یک نفر هم به خاطرش دستگیر نشه؟ الان واقعا پلیس هیچ تئوری خاص و منطقی بابت قتل‌هایی که اتفاق افتاده بود نداشت. یعنی حتی نمیدونست که این قتل‌ها ممکنه کار یه نفر باشه یا ممکنه کار یه گروه باشه، چون خیلی جابجا داشت اتفاق میافتاد. البته که خب به بعضی از زنها تجاوز هم شده بود و پلیس از طریق اون حالا آزمایش‌ها هم نتونسته بود بفهمه که قاتل میتونه کی باشه. اما دیگه الان به تکاپو افتاده بود که چیکار کنیم که این قاتل باید دستگیر بشه. توی این قسمت از پرونده بیاین یه استوب داشته باشیم، چون که من میخوام این قسمت پرونده رو از زبان یک سرهنگ بازنشسته به اسم نصرالله شفیقی بگم که خود جزو اصلی ترین عاملهای این پرونده بوده. اما در اون زمان، یعنی زمانی که این اتفاق داشته میافتاده توی سال 60، ایشون ستوان دوم بودن. سرهنگ شفیقی میگه که اون زمان یعنی توی سال 60 اگر جرمی توی سطح شهر اتفاق میافتاد، اگر این جرم توی حوزه استحفاظی کلانتری بود، خب اونا پیگیری میکردن. اگر یکم پیچیده‌تر بود اونا نمیتونستن حلش کنن، میفرستادن واسه تجسس. اگر اونا هم باز نمیتونستن کاری بکنن و پرونده رو پیش ببرن، میفرستادن واسه اداره آگاهی، یعنی جایی که همین آقای سرهنگ شفیقی بوده. توی 5 بهمن ماه 1364 هم نامه‌ای از وزارت کشور میفرستن برای اداره آگاهی تهران مبنی بر اینکه توی سطح شهر چند فقره قتل انجام شده که همه خانم بودن و به نظر میرسه که قتل‌ها زنجیره‌ای باشن و الان از آگاهی میخواستن که یکی رو برای رسیدگی به پرونده ها بفرستن. سرهنگ شفیقی هم میره وزارت کشور و اونجا ظاهرا یک جلسه در مورد همین قتل‌هایی که اتفاق افتاده برگزار میشه و ظاهرا اونجا حالا کسانی که اونجا بودن فکر میکردن که این قتل‌ها کار یه نفره که حالا یه جورایی انگار داره خرابکاری میکنه، چون نزدیک 22 بهمنه و خواستن مثلا 22 بهمن رو تحت تاثیر قرار بده و چون حالا اون شخصی که داره این کارو میکنه از نظر اونا مخالف انقلابه، واسه همین داره این قتل رو انجام میده. خلاصه که توی اون جلسه قرار بر این میشه که رو پرونده کار کنن و 2 پیکان هم جایزه میذارن واسه کسی که بتونه این پرونده رو حل کنه و قاتل رو دستگیر کنه. آقای شفیقی هم که خب
احتمالا من از به بعد پرونده بچه‌ها بهش بگم شفیقی، چون نمیتونم هی وسط تعریف کردم بگم آقای فلانی خانم فلانی. از همین الان عذرخواهی میکنم چون قصد جسارت به هیچ کسی رو ندارم. خلاصه که این آقای شفیقی شروع میکنه در مورد پرونده ها تحقیق کردن. تو قدم اول میره سراغ خانواده قربانی ها و تو قدم دوم میره سراغ جاهایی که جسدها پیدا شده بودن. یکی دو هفته این موضوع ازش زمان میگیره. بعد از این یکی دو هفته شفیقی میره سراغ رئیسش و بهش میگه که یه ماشین به من بدید چون من میخوام برم از مسیر میدان آزادی تا میدان امام حسین که حالا معمولا خانم ها توی اون مسیر جسدهاشون پیدا شده بود یا مثلا توی اون مسیر آخرین بار دیده شدن رو خودم به شخصه کنترل کنم. دلیلش هم اینو توضیح میده، میگه که از نظر من قاتل هر کسی که هست توی این مسیر فقط داره دنبال قربانی هاش میگرده. در کمال تعجب مسئول حالا اونجا به شفیقی برمیگرده میگه که چرت و پرت نگو آقا، برو بشین دنبال کارت، برو کارتو بکن، حرفا چیه میزنی و اینا. آقای شفیقی هم خیلی بهش بر میخوره طبق گفته خودش، در حدی که حالا برخلاف هر روز اون روز ساعت 2 بعد از ظهر کارش رو تعطیل میکنه و پا میشه میره خونه. ولی چون ذهنش خیلی درگیر این پرونده قتل ها بوده نمیتونسته خودش رو آروم کنه که مثلا به خیال بشه تو خونه بشینه. واسه همین خودش آستین بالا میزنه و پا میشه میره بیرون که ببینه چه خبره، میتونه چیزی پیدا کنه یا نه. ولی چون وسیله نقلیه نداشته واقعا نمیدونسته که کجا باید بره و در نهایت تصمیم میگیره که مسیر بین میدون آزادی و میدون امام حسین رو انتخاب کنه که حالا ظاهرا یک میدونی به نام انقلاب بوده و میگه که خب اوکی من میرم اونجا وای میسم ببینم چی دستم میگیره. خود شفیقی میگه که برف میومد، برف خیلی بدی میومد، واسه همین نمیتونسته وسط خیابون حالا توی پیاده رو وایسه، میره زیر تراس یه جهازسازندگی که اونجا بوده وای میسه و ماشین هایی که واسه خانم ها میستادن رو و به نظرش مشکوک میومدن رو زیر نظر میگیره و پلاک هاشون رو یادداشت میکنه. البته این نکته رو توی پرانتز بهتون بگم که شفیقی زمانی که رفته بوده محل پیدا شدن جسدها رو بررسی کرده بوده. توی یکی از پرونده‌ها که توی حالا تاکستان اتفاق افتاده بود و جسد اونجا پیدا شده بوده، یه رد لاستیکی رو حالا ظاهرا روی گل مونده بود و حالا مشخص کرده بودن. شفیقی طبق حالا تجربه خودش و حالا اون گزارشی که نوشته شده بود میدونست که رد اون لاستیک مربوط به یک ماشین نرمال نیست، یعنی لاستیکش از حالت نرمال پهن‌تره، پس اون ماشین 100% نمیتونه پیکان باشه چون زمان تعداد پیکانا توی خیابون خیلی زیادتر بوده. خلاصه اون روز شفیقی حالا طبق گفته خودشون 17-18 تا شماره پلاک رو مینویسن و اونایی که بیشتر رد شده بودن، مثلا 2 بار رد شده بودن رو جلوشون 2 بار ضرب در زده بوده. ولی بین همه اون پلاک هایی که نوشته شده بود یک شولت رویال سبز 3 بار رد شده بود، یعنی 3 تا ضرب در جلوی پلاکش داشت. اون ماشین یعنی اون شولت سبز بار اول ساعت 6 بعد از ظهر رد میشه و یک خانومی هم توی ماشینش بوده. بار دوم ساعت 7:30 رد میشه که باز هم همون خانم توی ماشینش بوده. بار سوم ساعت 9 شب رد میشه ولی دیگه اون خانم توی ماشینش نبوده. اتفاقی که بار سوم میفته اینه که راننده اون شولت یه جا ماشین رو میزنه کنار نزدیک همون میدون، انگار که مثلا ماشینش داغ کرده بوده یا همچین چیزی. صندوق میزنه بالا، همینجوری که صندوق باز بوده یه بشکه آب رو بر میداره میبره که بریزه توی رادیات ماشینش. ظاهرا شفیقی که داشته همه اینا رو از دور تماشا میکرده میره کنار خیابون خیلی عادی وای میسه که مثلا حالا منم میخوام تاکسی بگیرم و یه نگاهی هم توی اون صندوق عقبی که باز بوده میندازه. شفیقی میگه که یه پتو، یه دوشکی توی ماشین توی صندوق عقبش بود و روی اونا هم یه دفترچه بسیج اقتصادی بود که حالا روی اون پتو قرار گرفته بود. شفیقی میگه من یه نگاه کردم ببینم راننده کجاست و داره چی کار میکنه. وقتی دیدم هنوز سرش گرم و همچنان داره مثلا آب تو رادیات و اینا میریزه، سری لای دفترچه رو باز کردم و اسم چنگیز تیموری رو توی اون دفترچه دیدم. حالا چنگیز کی بوده؟ کسی بوده که قبلا همین خود آقای شفیقی ازش در مورد همین پرونده های قتلی که اتفاق افتاده بود بازجویی کرده بوده و اسم این آدم توی ذهنش مونده بوده و میدونسته که به این پرونده ها مربوطه. شفیقی تا اسمو میبینه سری خودشو میکشه عقب و اون راننده هم در کاپوتشو میبنده و میاد دبه رو میذاره توی صندوق عقب و هیچی، سوار ماشین میشه و ول میکنه میره.
شفیقی اون موقع ول نمیکنه بره. یه نیم ساعتی دوباره میسته ببینه اون ماشین دوباره از اونجا رد میشه یا نه، و وقتی میبینه دیگه ماشین اونجا نیامد اونم برمیگرده خونه. فردا شفیقی دوباره میره سراغ رئیسش و بهش میگه که شما دیروز به من ماشین ندادین، اما من رفتم و قاتل رو پیدا کردم. آقای رئیس ازش میپرسه که خب تو که پیداش کردی چرا نگرفتیش پس؟ شفیقی هم برمیگرده میگه که من دست تنها بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم، شاید اون هم دست چیزی داشته باشه و من نمیدونستم اون مسلح بوده یا نه. حالا شما بیا امروز به من ماشین بده من بتونم برم دنبالش اونو دستگیر کنم. خلاصه با کلی چک و چونه زدن یک ماشین با یک راننده به شفیقی تحویل میدن که با هم دیگه برن اونجایی که حالا شفیقی میگه و ببینن اون ماشین رو دوباره میبینن یا نه. اونا از ساعت 4 میرن همونجا وای میسن تا اینکه ساعت 6 و نیم همون ماشین دوباره میاد و شفیقی به راننده میگه که برو دنبالش. ولی ظاهرا این آقای راننده اینقدر تابلو بوده، اینقدر تابلو تعقیبش میکنه که اون ماشین شورلت متوجه میشه دنبالشن و فرار میکنه، اونا دستشون بهش نمیرسه. شفیقی میگه که من اون لحظه خیلی از دست راننده عصبانی شدم چون اون باعث شد که اون راننده فرار کنه و بهشم برگشتم گفتم که مقصر تویی، پس الان نمیتونی بری خونه، تا صبح میمونی تا بگردیم و دوباره پیداش کنیم. و این اتفاق هم میفته، یعنی تا صبح توی خیابونا میگردن اما هیچی به هیچی، یعنی هیچ نمیتونن اصلا دیگه دوباره یارو رو ببینن تو خیابون. شفیقی و راننده صبح تا صبح، یعنی همون صبح 24 بهمن طرفای ساعت 8 همون میدون امام حسین میرن یه جا صبحونه میخورن و شفیقی هم زنگ میزنه به رئیسش و گزارش کار میده و آقای رئیس هم میگه که خب شماره پلاک اون ماشین رو بده من میرم بررسیش کنم. شفیقی هم میگه که نه من خودم باید پیداش کنم، چون ظاهرا یه کلکلی وجود داشته سر اینکه کی اونو دستگیر میکنه دیگه. در واقع شفیقی نمیخواسته دستگیری اون آدم به اسم یه نفر دیگه تموم بشه. رئیسش هم وقتی میبینه که شفیقی از خرشیتون پایین نمیاد میگه که باشه شما برگردید اداره، من یه کیپو میفرستم همونجا که حالا اگه اون ماشین رو دیدن زیر نظرش بگیرن. دقیقا همون موقعی که شفیقی و اون راننده سوار ماشین میشن که برگردن اداره آگاهی، توی میدون بهارستان میبینن که همون ماشین داره از اون ور خیابون رد میشه و جنگی میرن دنبالش. از اونجایی که شیشه عقب اون ماشین شکسته بوده به همون بهونه ماشینو اون شورلت سبز رو مجبور میکنن که بزنه بغل و راننده‌اش مقاومتی نمیکنه و ماشینو نگه میداره. ازش میپرسن که اسمت چیه؟ اون خودش رو مجید معرفی میکنه و میگه که اهل تبریزه و میگه که با اون ماشین مسافر کشی میکنه. ازش میپرسن که چرا شیشه شکسته؟ میگه من 5 تا مسافر سوار کرده بودم که یکی از اون مسافرها خانم بوده، وقتی پیاده شده با هم دعوامون شد و حالا توی این دعوا هم شیشه ماشین من شکست. وقتی ماشین رو شروع میکنن میگردن توی صندوق عقب اون ماشین کلی لباس زنونه و لوازم آرایش پیدا میکنن. وقتی از مجید حالا همون راننده در مورد این لباسا میپرسن اون در دفاع از خودش میگه که من این لباسا رو میبرم میفروشم و میتونم این موضوع رو ثابت کنم به اون جایی که میبرم و اینا رو میفروشم. اما شفیقی قانع نمیشه و دوباره شروع میکنه ماشین رو خودش میگرده. توی صندوق عقب ماشین یه لحاف، یه پتو و یه متکا بود که راننده میگه من بعضی وقتا چون توی ماشین میخوابم اینا رو گذاشتم واسه که بتونم راحت بخوابم. اما زمانی که در کاپوت ماشین رو میزنن بالا، کنار موتور یک پلاستیکی رو پیدا میکنن که توش مقدار قابل توجهی طناب سفید بوده، دقیقاً شبیه همونی که دور گردن قربانی ها پیدا میشده. از مجید در مورد طنابا میپرسن و اون میگه که من چون سیب میبرم میفروشم اینا رو دور کارتون اون سیبا میکنم. بهش میگن خب چرا صندوق نذاشتی؟ چرا ماشین گذاشتی توی کاپوت ماشین کنار موتور؟ میگه من ماشین رو برده بودم سرویس و در جریان نیستم، شاید اونایی که داشتن سرویس ماشین رو انجام میدادن این کارو کردن، کار من نبوده. راننده یعنی این آقای مجید کلا از زمانی که ماشین رو میزنن کنار ماشین نشسته بوده و بعد از پیدا شدن طناب وقتی میبینه که شفیقی همجوری داره ازش سوال میپرسه به شفیقی میگه که اشتباه من چی بود؟ خب دیگه شفیقی میدونسته این کیه و اونم دیگه فهمیده بوده دستش رو شده. شفیقی دوباره اسمش رو میپرسه و اونم میگه که من مجید سالک محمودی هستم. شفیقی دوباره ازش میپرسه بچه کجایی؟ میگه بچه تبریزم و دوباره در ادامه ازش میپرسه که اشتباه من چی بود؟ شفیقی در جواب بهش میگه که اشتباهتو بعد بهت میگم که چی بود، اما اگر ماشین یا مسیرت رو عوض میکردیم مطمئنم هیچ وقت گیر
نمی افتادیم. مجید وقتی این جمله رو میشنوه میشینه روی زمین و میزنه تو سر خودش. توی داشبورد مجید هم 1-2 کیف پیدا میشه، مقداری طلا پیدا میشه. توی یکی از کیف ها کلی کوپن بوده. اگه یادتون باشه اون زمان کوپن بوده، یعنی مردم با کوپن میرفتن یه سری وسایل رو میگرفتن. و در نهایت هم چون که تقریبا میشد ثابت کرد که مجید میتونه به این قتل‌ها ربط داشته باشه، مجید رو میبرن اداره آگاهی برای بازجویی. اولین کاری که میکنن کوپن ها رو بررسی میکنن که معلوم میشه واسه یکی از قربانی ها به اسم معصومه بوده. پلیس میاد چیکار میکنه؟ میاد حسین دوست پسر ناهید که حالا گفته بوده من یه شوله دیدم که دنبالمون بوده رو میاره و چند تا ماشین رو میذاره کنار هم دیگه، بهش نشون میده و حسین به اون ماشین شولت سبز که حالا مال مجید بوده اشاره میکنه و میگه این همونیه که اون روز دنبالمون بود. البته که حسین خود مجید رو هم از بین کلی متهم که کنار هم ایستاده بودن شناسایی میکنه. شفیقی میاد توی قدم‌های بعدی اون 4 طنابی که مربوط به 4 قتل آخر بوده رو شماره گذاری میکنه و هر کدومو جدا واسش یه نامه مینویسه که چه آزمایش‌هایی رو میخواد که روش انجام بده و اونا رو میفرسته واسه تشخیص هویت. حالا اون آزمایش‌ها چی بودن؟ اول جنس طناب‌ها بررسی بشه، 2 برش طناب‌ها بررسی بشه ببینه با هم یکی هست، یعنی با یک چاقو یا با یک قیچی بریده شدن یا نه. 3 اینکه روی طناب‌ها خون وجود داره یا نه، اگر خون هست خون انسانه یا حیوانه، اگر خون حیوانه چه حیوانیه، اگر انسان گروه خونیش چیه. وقتی جواب آزمایش ها میاد نشون میده که هر کسی با این طناب‌ها سر و کار داشته 1 نفر بوده، چون طناب‌ها از یک جنسن و یک مدل هم بریده شدن. مجید 32 ساله که میدونست راه فرار نداره چون کلی مدارک توی ماشینش پیدا شده بود، تصمیم به اعتراف میگیره و میگه که اولین قربانی من یک زنی بود که توی میدان انقلاب سوارش کرده بودم و بردمش آریا شهر و اونجا مثل که شروع کرده به نصیحت کردن زنه که چرا این کارو میکنی. منظورش این بوده که چرا سوار ماشین مردهای غریبه میشی و اون خانم برمیگرده بهش میگه که منو نصیحت نکن، شروع میکنه داد و بیداد کردن که آبروتو میبرم و این حرفا رو به من نزن و این حرفا. مجید هم که حالا اون تایم مثل که به پونک رسیده بوده طناب رو میپیچه دور گردن اون خانم و اون خانم رو خفه میکنه و همونجا جسدش رو میندازه. اون در مورد دومین قتلش میگه که دومیش یه زن معتاد بوده که طرفای ساعت 1:30 شب توی گمرک سوارش کردم و بردمش پونک. اونجا زنه بهش میگه که بیا با هم بریم دنبال مواد، که مجید میگه که موقع شب از کجا میخوای مواد پیدا کنی؟ زنه بهش میگه که تو پول بده من پیدا میکنم کاریت نباشه. اون زن با مجید میرن سمت ترمینال و اون خانم خودش میره و با اون پولی که مجید بهش داده بوده مواد رو میگیره و میاد تو ماشین میشینه میکشه و وقتی که موادش رو کشیده بود و کاملا نشه بوده مجید میبرتش دوباره همون سمت پونک و همونجا خفش میکنه و جسدش رو هم همونجا میندازه. مجید میگه سومین قربانی من کارمند بیمارستان بود، منظورش همون ناهید بوده که اونو با یک مرد دیده بودم که احتمالا منظورش همون حسین بوده و میگه که اون روزی که دیدمش رفتم دنبالش، وقتی جدا شدن رفتم سراغ خانومه، یکم باهاش حرف زدم و با هم دوست شدیم و فرداش واسش کفش و لباس خریدم و بردمش سمت پونک و اونجا با دستام خفش کردم. اما بعد از اینکه خفش کردم طناب و دور گردنش انداختم که فکر کنم با اون طناب خفه شده. اون میگه چهارمی هم خانمی بود که توی آریا شهر اولین بار توی یه وانت بار دیده بودمش، بعد چند بار که همون دیدیم اون رو هم با طناب خفه کردم. از مجید میپرسن که بقیه چی؟ میگه به جز این 4 من کس دیگه ای رو نکشتم. پلیس میاد عکس کلی از قربانی هایی که حالا جسدشون این مدت پیدا شده بود و یکم مثلا قربانی های دیگر رو قاطی میکنه، نشون مجید میده و بهش میگه که کدوما رو تو کشتی. مجید اول عکس ناهید رو نشون میده، دوم عکس قدوس رو نشون میده و میگه که این همونی که معتاد بوده. سومی هم عکس معصومه رو نشون میده و میگه که کوپن هایی که توی ماشینم پیدا کردین مال همین معصومه بوده. اولش که مجید حالا شروع کرده بود به اعتراف کردن و در مورد اون 4 قتل حرف زده بود، پلیس میگه که خب ما فشار خاصی نیاوردیم و مجید شروع کرد خودش به اعتراف کردن. مطمئنم اگه بیشتر از 4 بود میگفت. بهش میگم بیا جزئیات اون 4 قتلی که بهش اعتراف کردی رو بگو و وقتی مجید شروع میکنه به حرف زدن انگار دیگه ترمز نداشته و همینجوری ادامه میده و هی به قتل‌های بیشتری اعتراف میکنه. حالا قبل از اینکه بریم سراغ اعتراف‌های مجید
بیاین ببینیم که این آقای مجید سالک محمودی اصلاً کی بوده. مجید متولد سال 1335 در شهرستان سراب بوده. پدرش مستخدم دبستان بوده و مادرش هم خونه‌دار. مجید سومین بچه از یک خانواده 10 نفره بوده که 5 تا پسر بودن و 3 تا خواهر و تا کلاس 4 بیشتر درس نمیخونه چون اصلا از درس خوندن خوشش نمی اومده و ظاهرا سال آخرش هم مردود میشه و دیگه بعد از اون مدرسه نمیره. البته این نکته هم بهتون بگم، شاید بعضی جاها در مورد مجید نوشته باشه که فقط 2 کلاس سواد داشته، ولی خودش گفته تا کلاس 4 درس خونده. مجید کلا توی بچگی پسر خیلی شیطونی بوده. توی خونه به بقیه بچه‌های خانواده زور میگفته، بعضی وقتا کتکشون میزده، اما بیرون از خونه میگن که کاری به کار کسی خیلی نداشته. یکی از برادرهای مجید که از خودش کوچکتر بوده توی یک تصادف رانندگی فوت میکنه، اما نمیدونیم چه سالی. وقتی مجید 14 سالش بوده باباش دستشو میگیره و میبرتش توی بازار پیش یک خیاطی، میگه که اینجا بشین و کار کن و پرده دوزی یاد بگیر. اما بعدش مجید چند سال که کار میکنه و حالا همه چیزو خیلی خوب یاد میگیره، خودش یه مغازه میزنه. مجید به سن سربازی که میرسه مجبور میشه بره خدمت، اما اواخر سربازیش میگن توی سال 1355 بهش خبر میرسه که پدرش به خاطر فشار خون فوت شده و این یعنی مسئولیت مجید توی خانواده چند برابر میشه. از الان به بعد اون باید خرج مادرش و بچه‌های کوچکتر از خودش رو هم میداده. مجید وقتی توی پادگان سراب خدمت میکرده با یک دختری به نام فرخ که همونجا دوره سپاه دانش رو طی میکرده آشنا میشه و تقریباً 8 ماه بعد از آشناییشون با هم دیگه توی سال فکر میکنم 57 یا 58 دقیقش رو نمیدونم چون چیز دقیق در موردش گفته نشده بود ازدواج میکنن. بعد از عروسشون حالا دیگه خدمت جفتشون هم تموم شده بوده. برای پیشرفت و زندگی بهتر اوایل سال 60 به تهران نقل مکان میکنن و مجید اونجا مشغول به کار میشه و زنش هم توی کرج معلم میشه. میدونیم که مجید و زنش صاحب یک دختر میشن که اسم دخترشون رو میذارن ویدا. زن مجید هم در موردش خیلی چیز بگم پروپیمونی وجود نداشته، ولی میگن خانم خیلی خوب و محترمی بوده، پدرشون روحانی بوده و خودش گفته وقتی با مجید ازدواج کرده واقعا عاشقش بوده و اوایل زندگیشون همه چیز خیلی خوب بوده. حتی وقتی بچهشون به دنیا میاد دخترشون هنوز هم همه چیز خیلی گل و بلبل بوده. زنش یعنی همین خانم فرخ در مورد مجید گفته که مجید کلاً معمولاً آدم خوش اخلاقی بود، معمولاً لبخند میزد و خیلی هم کم پیش می اومد که بخواد عصبانی بشه. اون گفته که مجید اوایل زندگی ما از اون مدل مردایی بود که خیلی به زن و بچه اهمیت میداد. مثلا همیشه میرفت میوه خوب واسه خونه میخرید، مواد غذایی خوب واسه خونه میخرید، با اینکه وضع ما مثلا خیلی خوب نبود و خیلی هم عادت داشت که هم خودش لباسای خوب بپوشه هم برای من لباسای خوب بخره، خوب و قشنگ بخره. این مدلی بود که مثلا میگفتش که ما باید لباسای گرون و خوب بخریم، اصلا در مورد این موضوع قناعت نمیکرده و اخلاقش این مدلی بوده که دوست داشته همیشه خونش تمیز و مرتب باشه. اما خب مجید هم مثل هر انسان دیگه یه سری بد اخلاقی ها داشته که باب میل مخصوصا خانومش نبوده. زنش یعنی فرخ میگه که از همه بدتر یعنی اخلاق بدش چی بوده؟ اینکه خیلی دروغ میگفته. یعنی از یه جایی به بعد این خانم فهمیده که شوهرش بی‌نهایت آدم دروغگوییه و بهتره که اینجوری بگم توی دروغگویی مهارت خیلی خاصی داشته و فرخ گفته مثلا یه جوری داستان میبافت که کمتر کسی به داستانی شک میکرده و واقعا سخت بود که آدم بفهمه که دیگه مجید کی داره راستشو میگه کی داره دروغ میگه. زندگی اونا دیگه حالا بگیر نگیر داشت دیگه، همینجوری هی داشته پیش میرفته تا اینکه کم کم وضعیت مالیشون به هم میریزه و مجید هی از این اون پول قرض میکرده و نمیتونسته پولشون رو پس بده و اینقدر این اتفاق تکرار میشه که مجبور میشه مغازش رو تحویل بده. مجید برای اینکه بتونه خرج زندگیش رو بده بعد از تحویل شدن مغازش میره توی کار ماشین، اما نمیتونه اونجوری که باید و شاید از این کار پول در بیاره و اینجا بود که مجید به جای اینکه بگرده و یک راه درست برای حل مشکلات مالیش پیدا کنه میره دنبال راههای میانبر، یعنی کلاهبرداری. ولی خب اونقدر هم که فکر میکنید زرنگ نبوده، چون خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو میکرد به خاطر جعل اسناد و کلاهبرداری گیر میفته و میفرستنش یه مدت آب خنک بخوره. اینجا
باز بعد یه پرانتز براتون باز کنم، چون یک روایتی از خواهر مجید وجود داره که اون گفته که اول زندگی اون و فرخ خیلی خوب بوده، یعنی زندگی خیلی خوبی داشتن، اما بعد از یه مدت فرخ توقعش میره بالا و این مدلی بوده که هر چیزی که میدیده رو میخواسته بخره و مجید واسه این که زنش رو قانع نگه داره و بتونه حالا مایحتاجش رو فراهم کنه هی از این اون پول قرض میکرده و کلا خواهرش معتقده که فرخ باعث شده که زندگیشون از هم بپاشه و مشکلاتشون زیاد بشه. اون میگه که فرخ به مجید گفته بوده که من اینطوری نمیتونم ادامه بدم، بیا همه چیزو به نام من کن و سوری منو طلاق بده تا طلبکارا دست از سرت بردارن، چون طلبکارا دهنشون مثل این که سرویس کرده بودن و به مجید قول داده بوده که بهش وفادار بمونه تا شرایط بهتر بشه. اما زن خود مجید یعنی فرخ میگه که مجید کلا خیلی آدم خونسردی بوده، یعنی اصلا براش مهم نبوده که طلبکارا هر روز دارن میان در خونه و آسایش رو از ما گرفتن و هیچ وقت هم واسه کارهایی که انجام میداده، کارهای عجیب غریبی که انجام میداده با کسی مشورت نمیکرده، کسی هم حق نداشته ازش سوالی بپرسه و دخالت کنه و وقتی به نتیجه‌ای که میخواسته نمیرسیده یا خرابکاری میکرده بقیه رو مقصر میدونسته و هیچ وقت هم قبول نمیکرده که اشتباه از خودش بوده. خلاصه مجید به خاطر این کلاهبرداریاش که حالا دستگیر میشه، بعضی منابع میگن 2 سال زندان واسش بریده بودن، بعضی منابع میگن 18 ماه، ولی یه تعدادیشون نوشتن که اون زمانی که توی زندان بوده یه بخشی از بدهیش رو پرداخت میکنه و زودتر از حالت نرمال از زندان آزاد میشه. اما نکته‌ای که زندان رفتن مجید داشت این بود که زمانی که مجید توی زندان بوده فرخ درخواست طلاق میده و تصمیم میگیره که ازش جدا بشه. چون مجید توی زندان بوده فرخ غیابی ازش طلاق میگیره و خب طبیعتا بچه رو پیش خودش نگه میداره و مجید از این موضوع کم کینه میکنه. مجید اون موقع توی زندان با یک سری آدم خلافکار که توی سرقت و کلاهبرداری حرفه‌ای تر از اون بودن و سابقه زیادی هم داشتن آشنا میشه و ازشون کلی راه و چاه یاد میگیره و در واقع اون زندان واسش یه جوری درس عبرت نمیشه و بعد از آزادیش تصمیم میگیره حرفه‌ای تر به خلافش ادامه بده که گیر نیفته. میگن که مجید واقعا توی ظاهر آدم نرمالی بوده، خیلی خونگرم بوده، از طبقه متوسط جامعه بوده و زندگی خیلی نرمالی به نظر می اومده داشته باشه، اما اون واسه قتلهاش برنامه ریزی داشته. یعنی همینجوری نبوده که بره یه نفر رو به زور سوار ماشینش کنه و بخواد به قتل برسونتش. از قبل میرفته دنبالش، پیگیرش میشده، وقتی سوارش میکرده شروع میکرده باهاش حرف زدن و میدونسته که چجوری باید رفتار کنه و بعد از اینکه از رفتار اون خانم ها به اون چیزی که میخواسته میرسیده اونا رو قانع میکرده که ببرتشون یه جایی، حالا به هر شکلی، به بعضیاشون تجاوز میکرده و در نهایت با اون طناب خفشون میکرده و جسدها رو بعضی وقتا هم میبرده جاهای خلوت و زمینهای مثلا متروکه و اینا اطراف شهر بل میکرده. اما نکته‌ای که داره این قربانی پیدا کردنهای مجید این که خشونت به خرج نمیداده در مورد قربانی‌هاش، یعنی اونا رو هیچ وقت هیچ کدوم از قربانی‌ها رو به زور با خودش نبرده، همه راضی بودن، همه با پای خودشون همراهش رفته بودن و میگم با خیلی هاشون هم یه مدت طولانی رابطه داشته، واسهشون کادو اینا هم میخریده، ولی وقتی میکشتتشون اونایی که خریده بوده رو ازشون برمی‌داشته هیچی، هر چیزی هم که خودشون داشتن، هر طلا و پولی هم که به دردش می‌خورده باز اونا رو هم ازشون برمی داشته و زمانی هم که با اون خانم‌ها رابطه برقرار می‌کرده، باهاشون حرف می‌زد و میرفته میومده، فقط کافی بود که احساس کنه اون زن داره ازش سوء استفاده میکنه یا اینکه توی حرفای اون زن متوجه میشد که اون با یک آدم دیگه تو رابطه است و الان با مجید داره به اون آدم خیانت میکنه. توی یکی از گزارش‌های این پرونده نوشته بود که قربانی‌های مجید فقط زن‌های متأهل نبودن، بعضی وقتا واسه اون فقط مهم این بود که زن باشن و بارها پیش اومده بود که مجید فقط میگشت ببینه تو خیابون کی ویلون و سیلون داره واسه خودش میچرخه، همونو سوار میکرد. برگردیم به بازداشت مجید. وقتی مجید بازداشت میشه توی تمام بازجویی ها یک جامعه شناس و یک روانشناس توی اتاق بازجویی بودن واسه اینکه بفهمن انگیزه مجید از این قتل ها چی بوده. میدونیم که مجید قبلا به جرم کلاهبرداری زندان رفته بوده و اون تایم هم خیلی با زنش اختلاف داشته.
مجید زمانی که زبان باز میکنه و شروع میکنه اعتراف کردن، اول از همه از زنی میگه که زمانی که خودش با زنش مشکل داشته با اون خانم دوست بوده. اون خانم کی بوده؟ یک زنی به نام اختر بغدادچیان. البته که خودش گفته من کلا از سال 57 اختر رو میشناختم و باهاش دوست بودم. یعنی چی؟ یعنی این آدم خودش به زنش خیانت میکرده. اختر یک پسر به اسم محمد و یک دختر به اسم فرهناز داشته که اون زمانی که حالا ما میدونیم ناپدید میشه 10 و 11 سالشون بوده. اما وقتی با مجید بوده میدونیم که شوهر نداشته. طبق چیزهایی که مجید تعریف میکنه، اختر 100,000 تومان بهش میده که مجید یه تاکسی بخره و روش کار کنه و قرار بوده ماهی 12,000 تومان به اختر پول بده. مثل اینکه یه خونه ای هم بوده که مجید میگه معامله اون خونه رو من جوش دادم، اما خونه به اسم اختر بوده و قسطای بانکش رو هم خود اختر پرداخت میکرده. حالا این بین که اینا با هم دیگه دوست بودن، بعضی وقتا هم اختر میرفته مغازه مجید که اون موقع حالا مغازه داشته، بعضی وقتا هم آقا مجید میرفته خونه اختر. اینا رابطه اونا کی سر نمیشه؟ وقتی که اختر تصمیم میگیره تکلیف رابطه‌اش رو مشخص کنه و به مجید میگه یا با من ازدواج کن یا ولکن برو. ولی یه پیشنهاد هم به مجید میده و بهش میگه که اگر نمیخوای با من ازدواج کنی بیا دخترم رو بگیر، منم نصف خونه رو میزنم به نامت. و آخرش هم وقتی مجید حالا طبق گفته های خودش مقاومت میکنه و قبول نمیکنه که با اختر ازدواج کنه، یه روز اختر یک ماده‌ای که حالا گفته شده بعضی جا سیانور بوده رو میخره، میده به مجید و بهش میگه که اینو بریز توی غذای زنت و اونو بکش که ما بتونیم با هم دیگه ازدواج کنیم. این که میگم یه جاهایی نوشته سیانور به خاطر اینه که توی یکی از منبع‌های اصلی گفته شده که مجید گفته اختر یک قطره رو بهم داده و بهم یاد داده که چجوری باهاش یک قرص درست کنم که حالا بتونم زنم رو بکشم. و اون زمانی که حالا این اتفاق میفته و اختر یه همچین چیزی رو به مجید تحویل میده، فرخ که میشده زن مجید با دخترش رفته بوده سراب پیش خانوادش و مجید هم از فرصت استفاده میکنه و اختر که اون موقع 36 سالش بوده رو میبره خونهشون واسه شام، یعنی به بهونه شام میگه که خودت و بچه‌ها شب شام بیاین خونه ما، شبم اینجا بخوابید. بعد از اینکه شام میخورن از همون قرصی که حالا درست کرده بوده میریزه توی شربتشون و بعد از شام بهشون میده. نه که فکر کنید فقط به اختر بده، نه، اون به اون 2 بچه هم میده و اونا رو هم با اون قرص یه جورایی مسموم میکنه و همشون شب میخوابن و صبح که بیدار میشن مجید میگه که من دیدم رنگ همشون سفید شده. اون موقع ها مجید و زنش فرخ توی یک خونه اجاره‌ای زندگی میکردن که صاحب خونه‌شون هم یک زن مسنی بود و حالا معلم دبیرستان بود و صبح زود از خونه میرفته بیرون. مجید اون صبحی که حالا شب قبلش اختر و بچه‌هاشو کشته بوده منتظر میمونه. وقتی که صاحب خونه از در خونه میره بیرون، میره سر کوچه 2 کارگر پیدا میکنه، میاره واسش باغچه رو میکنن و بعد که اونا میرن خودش جسدها رو میذاره تو باغچه، خاک میریزه روشون و حالا یه جاهایی نوشته چند تا گل میکاره، یه جاهایی میگه که نه همینجوری مثلا خاکا رو میریزه رو و بعد که ازش میپرسن چرا باغچه رو این شکلی کردی میگه میخوام سبزی و گل و اینا بکارم. چند ماه بعدش هم که میدونید مادر اختر میره اداره پلیس و خبر میده که چند ماه یه دخترش و بچه‌هاش گم شدن و الان که مجید داشت اعتراف میکرد پلیس میدونست که چه اتفاقی برای اختر افتاده. کاری که الان مامورای آگاهی باید انجام میدادن این بود که با یک تیم و خب البته خود مجید پاشن برن تبریز ببینن چه خبره و این چیزایی که مجید داره میگه راسته یا نه. وقتی میرسن طبق معمول همیشه صاحب خونه همون خانم محسن خونه نبوده. اونا میرن داخل و حالا با اون مجوزی که داشتن و بعد از 4 سال باغچه رو میکنن و جسد، یعنی در واقع اسکلت اختر و بچه‌هاش رو از توی باغچه میارن بیرون. میگن اون موقع برای اولین بار گریه مجید رو افسرهای آگاهی دیده بودن. وقتی که بالای سر اسکلت اختر و بچه‌هاش ایستاده بوده همینجوری داشته اشک میریخته. الان دیگه روند پرونده یکم تغییر کرده بود. این مدلی شده بود که مجید هر روز به چند تا قتل اعتراف میکرد و فردا پس فرداش میبردنش واسه بازسازی صحنه جرم. یکی دیگه از قربانی هایی که مجید به قتلش اعتراف میکنه یک خانم 50 ساله‌ای بوده به نام اقدس جعفری که مجید توی اعترافاش گفته
اقدس فاسدترین زنی بود که من باهاش آشنا شدم و تو رابطه بودم. حالا اقدس کی بوده؟ میگن اقدس یعنی همین آقای سرهنگ شفیقی میگه که اقدس خواهر شعبان جعفری معروف بوده که همه به نام شعبان میمخ میشناسنش، که یکی از حالا گندلاتای تهران توی همون زمانا بوده، توی زمان انقلاب و اینا بوده. خلاصه مجید دستگیر شده بود و یکی یکی اسم قربانی ها رو میگفت و اسم قربانی ها رسانه‌ای میشد و همین اسم خانم اقدس هم رسانه‌ای میشه. یه روز یه نفر میاد شفیقی رو صدا میکنه وقتی توی دارالگاهی بودن و میگه که داداش اقدس اومده و میخواد قاتل خواهرش رو ببینه. در واقع طرف میشده برادر شعبون و اقدس و میگن که حالا خیلی هم گنده بوده و هیکلی بوده و مثلا قد بلندی و اینا داشته. شفیقی چون میدونسته طرف اومده دنبال شهر، چون زندگی نام این خانواده رو یه جورایی میدونسته، میره سراغ یارو، بهش میگه که باشه من میذارم قاتل خواهرتو ببینیم، ولی 2 شرط دارم. یکی این که اول بهش نزدیک نمیشی، دوم این که اصلا حق نداری حرف بزنی. اونم قبول میکنه. شفیقی برای اینکه احتیاط کرده باشه 2 نفر رو میذاره کنار مجید، 2 نفر رو هم میذاره کنار این داداش اقدس که بتونن حالا شرایط رو کنترل کنن. میرن داخل اتاق و مجید اون ته اتاق ایستاده بوده، این آقا مثلا جلوی دم در یه جورایی ایستاده بوده و یه 2-3 بارم تلاش میکنه که بره سمت مجید و یه بلای سرش بیاره، ولی خب اون 2 نفری که کنارش ایستاده بودن جلوشو میگیرن و نمیتونه کاری کنه. واسه همین دهنشو باز میکنه و شروع میکنه به مجید فحش خار مادر دادن. مجید هم خیلی ریلکس اون آخر ایستاده بوده و یه لبخند میزنه و در جواب فحش‌هاش بهش میگه که حالا هر کاری میخوای بکن، فعلا که من خواهرتو چیز کردم. و خلاصه داداش اقدس هم اینو میشنوه و بیشتر عصبانی میشه و بیشتر شروع میکنه فحش دادن و دیگه میان قضیه رو جمع میکنن و طرفو میفرستن بیرون و دیگه به خیر میگذره. مجید توی اعترافاتش گفته بوده که 3 قتل توی اردبیل انجام داده و خب سوار ماشینش میکنن، هلیکوپتر میبرنش اردبیل ببینن که قضیه اون 3 قتل چی بود و بازسازی صحنه جرم انجام بدن. وقتی توی راه بودن و داشتن میرفتن، مجید از شفیقی که توی ماشین بوده میخواد که به پلیس آگاهی اردبیل خبر ندن که اونا دارن میرن اونجا و برای چی دارن میرن. چرا؟ چون ظاهرا یک خانمی هم دست مجید بوده توی اردبیل که حالا من نمیدونم دقیقاً چی کاره بوده، که مجید معتقد بوده که با پلیس آگاهی اونجا آشناست، دستشون توی یک کاسه است و ممکنه اونا به اون خانم خبر بدن و اون فرار کنه. حالا اینکه اون زن دقیقاً کی بوده و نقشش چی بوده رو واقعا نمیدونم، چون من نتونستم اسمی ازش پیدا کنم. شفیقی توی مصاحبهش گفته که برای پیگیری قتل‌های مجید توی اردبیل یه 2 هفته مجبور بودن اونجا بمونن و وقتی می‌خواستن برگردن، رئیس پلیس اردبیل میگه که شما کلی اینجا کار کردید و کل 2 هفته رو مثلا سر کار بودید و اینا، بیاید روز آخر رو من ببرمتون آب گرم. خلاصه به اینا حالا طبق گفته‌های شفیقی لطفی میکنه و یه خونه میگیرن و شفیقی و کل گروهش از جمله خود مجید میرن توی ویلا که حالا یه شبی رو خوش بگذرونن. شفیقی میگه ما مجید رو دستبند زده بودیم به یه جایی و خودمونم داشتیم اشغال میکردیم دیگه، میرفتیم توی آب گرم و میگفتیم و میخندیدیم و داشتیم حرف میزدیم و وقتی هممون از آب گرم اومدیم بیرون به مجید گفتیم تو بیا برو توی آب گرم، گفت نمیرم. هر کاری کردیم گفت من نمیرم، نمیخوام برم. توی راه برگشت به تهران بهش گیر میدن و ازش میپرسن که تو چرا نرفتی توی آب گرم وقتی بهت گفتیم، ما خودمون گفتیم مثلا مشکلی نداشتیم و اینا. میگه که رئیس پلیس اردبیل اونجا بوده، اگر من میرفتم توی آب گرم ممکن بود که برای شما دردسر بشه، یه نامه میفرستادن واسه تهران که حالا شما با متهم رفتید اونجا و خوشگذرونی و فلان و این صحبت رو، من واسه شما دردسر نشه این کارو نکردم. مجید در ادامه اعترافاتش از زنی میگه که اون هم مثل بقیه سوار ماشین کرده بوده. خودش گفته که اون زن یه بچه شیرخواره داشته و روز اول که دیده بودتش از یک ماشین رنو اول پیاده میشه که بعدش مجید میره سمتش و سوارش میکنه. اون خانم که اسمش همون منصوره بوده که اول ویدیو در موردش صحبت کردم، به مجید اولش میگه که من میخوام برم نیروی هوایی، اما وقتی میرسن به مقصد یهو میگه که نه من اینجا کاری ندارم، برو تهران پارس. وقتی میرسن اونجا به مجید میگه که مثلا درد دل میکنه و میگه من با صاحب خونم دعوام شده و حالا هم قهر کردم و چون اجاره خونه‌شو ندارم برم و
دربست میگیره مجیدو که برن کرج. وقتی تو راه کرج بودن منصور دوباره میزنه زیر گریه و شروع میکنه دوباره درد و دل کردن که من طلاق گرفتم، شوهر ندارم، کسی بالا سرم نیست و یه بچه کوچیک دارم و اینا، باید بدهیمو به حسابخونه‌ام پرداخت کنم. چی میخواد از مجید؟ میگه که بیا 500 تومن به من قرض بده که من بتونم بدهی حسابخونه رو بدم و من به تو قول میدم که 3 روز بعد این پولو به تو برگردونم. مجید دلش برای این خانم ظاهرا میسوزه چون یه بچه نوزاد داشته و نه تنها اون 500 تومن رو بهش قرض میده بلکه کرایه این همه راهی هم که از این ور اون ور رفته بوده رو ازش نمیگیره و بهش میگه که من الان کار دارم باید برم تبریز، اگر دیدیم همو پولو بهم پس بده، اگرم نه که هیچی حلالت. ولی منصوره به مجید قول میده که من پولو بهت پس میدم و قرار میذاره که 3 روز بعد پولو به مجید، حالا یه جای قرار میذارن که پولو به مجید برگردونه. 3 روز میگذره و مجید میره سر قرار رو مثلا میخواسته که حالا پولو بگیره. البته خب خودش هم کرم داشته دیگه، اصلا شغلش این بوده که بیفته دنبال زنا ببینه چی به چیه و اینا. و منصوره با بچهش میاد. مجید ازش میپرسه پولو دادی به حسابخونه؟ منصوره میگه آره، ولی مجید میگه که من میدونستم داره دروغ میگه، چون دوباره ازم پول خواست و گفتش که ببرمش به یه آدرسی که حالا منصوره گفته بود خونه مامانمه. مجید منصوره رو میرسونه و اون خانم یه کوچه رو نشون میده و سر اون کوچه پیاده میشه و اما مجید که خودش حالا میدونیم هم خط روزگار بوده شروع میکنه از دور تعقیب کردن معصومه و ببینه که معصومه سر خیابون بعدی میره سوار یه ماشین دیگه میشه. مجید میگه که یه چند روزی رو وقت گذاشتم و رفتم دنبال منصوره و فهمیدم که کلا شگردشه که سوار ماشین ها میشه و خودشو میزنه به مظلومیت و از راننده ها پول میگیره. منصوره واقعا ایده‌ای نداشته که داره سر کی کلاه میذاره. خلاصه که میگذره. چند روزی میگذره و یه شب طرفای ساعت 10 منصوره دوباره مجید رو میبینه و سوار ماشینش میشه. مثل اینکه منصوره خودش به مجید پیشنهاد داده بوده که بریم بچرخیم، بعدش بریم پیش امامزاده بخوابیم چون من امشب اوکیم. و مجید هم ساعت 2:30 شب میبرتش جلوی امامزاده که از قضا حالا اون شبم برق نبوده و هیچ چش رو نمیدیده و توی همون ماشین منصوره رو خفه میکنه و همونجا میندازتش. اما با بچهش کاری نداشته و اون بچه رو میبره میذاره جلوی در خونه مادر منصوره، چون منصوره قبلا بهش گفته بود خونه مامانم اینجاست، و یه جا میسته. وقتی مطمئن میشه که همسایه ها اومدن سراغ بچه و اونو شناختن از اونجا فرار میکنه. اتفاقای بعدش هم که در جریان هستین که وقتی بچه پیدا میشه میرن کلانتری و چه اتفاقاتی میفته. میگن بازجویی مجید کلا 6 ماه طول کشیده چون اون جز به جز همه چیزو تعریف می‌کرده که چجوری با قربانی ها آشنا شده، کجا دیدتشون، چجوری و کجا کشتتشون. البته خب تو این 6 ماه هیچ وقت مجید تلاش نکرده بوده که از دست مامورا فرار کنه، با اینکه این همه این بر اون ور میرفتن. و از روز اولم شفیقی میگه که به من گفتش که من الان که قراره باهاتون همکاری کنم و دارم اعتراف میکنم تا زمانی که با شما هستم نه فرار میکنم نه قراره خودکشی کنم، یعنی نگران نباشید بلای سر خودم نمیارم. اگر یادتون باشه شفیقی اولین بار که رفت ایستاد توی خیابون که ماشین مجید رو میبینه، بار اول و دوم که مجید رد میشه بهتون گفتم که یک خانمی توی ماشین بوده، که بار سوم که میاد و دوباره رادیاتورشو آب میکنه و اینا دیگه اون خانم توی ماشین نبوده. وقتی مجید دستگیر میشه یکی از اولین سوالهایی که ازش میپرسن اینه که اون خانم چی شد که دیشب همراهت بود تو ماشینت بود، چی کارش کردی؟ مجیدم میگه که نگران نباشین من اونو نکشتم چون اون حاضر نشد که با من بیاد بیرون از شهر. حالا که مجید دستگیر شده بیاین یه چند تا نکته رو در مورد مجید و حالا کلا پرونده مجید بهتون بگم. میدونیم که بعضی از جسدها که پیدا میشده عکسش و مشخصاتش توی روزنامه چاپ میشده تا شاید هویت اون جسد شناسایی بشه. توی بازجویی ها از مجید میپرسن که خب ما در مورد قربانی ها توی روزنامه ها عکس چاپ کردیم و خواستیم که کسی مشخصاتش رو اگر میدونه بگه و این حرفا، و تو هیچ وقت مثلا نفهمیدی که ما دنبالتیم، نفهمیدی که ما جسدها رو پیدا کردیم؟ مجید میگه نه، چون من اصلا روزنامه و اینا نمیخونم و اصلا نمیدونستم که شما کی جسدها رو پیدا کردید و چجوری پیدا کردید. نکته بعدی اینه که مجید حالا من میگم راحت اعتراف کرده بود و مثلا خیلی داشته همکاری میکرده، ولی یکم اون وسط‌ها اذیت میکرده. مثلا 1-2 بار وسط اعترافاتش
پای یکی دو نفر دیگر رو هم به عنوان شریک جرمش میکشه وسط که یکی از اونا برادر زنش بوده که در مورد قتل اختر میگه برادر زنش هم توی قتل اون و بچه‌هاش باهاش شریک بوده. اما وقتی بهش گیر میدن، یعنی هی توی بازجویی ها ازش میپرسن که تو فلان حرفو زدی و الان داری فلان حرفو میزنی، چرا حرفتو عوض میکنی؟ آخرش میگه که نه، اون واقعا هیچ کاری نکرده، توی هیچ کدوم از قتل‌ها با من شریک نبوده، ولی چون من از برادر زنم کینه داشتم می‌خواستم پای اون رو وسط این ماجرا بکشم. کینش چی بوده؟ به خاطر اینکه اون توی جدایی مجید و زنش نقش داشته و بعد از اینکه مجید از زندان آزاد میشه نمیذاشته که مجید بره و بچه‌شو ببینه. یا اینکه یادتونه وقتی داشتم در مورد قربانی‌ها حرف می‌زدم، توی بستان‌آباد جسد یک خانمی پیدا کردن که یکم اونورترش جسد یک پسر بچه‌ای رو در واقع پیدا کردن که به خاطر یخزدگی فوت شده بود و بعدش احتمال دادن که جسد متعلق به خدیجه و پسرش میتونه باشه. مجید میگه که اون قتل رو با علی دوستش انجام داده و اون گفته که بچه رو لب جاده بذاریم، اما خب بعدش دوباره میگه که من دروغ گفتم. مجید حتی یه جاهایی وسط اعتراف کردناش یهویی استوب میکرد و میگفته که من دیگه اعتراف نمیکنم و بقیه قتل رو زمانی اعتراف میکنم که زنم و برادرش رو بیارید اینجا، جلوی اونا میخوام اعتراف کنم. یه نکته دیگه هم که در مورد مجید وجود داره اینه که مجید همه قربانی ها رو با اون ماشین شولت سبزش سوار نمی‌کرده. چند باری با مزدا زنها رو سوار کرده بوده، یه بار هم با پیکار پسر خالش که قرض گرفته بوده برای چند ساعت یه زنی رو سوار کرده بوده و اینکه کلا ماشینا هم کامل مال خودش نبودن، با کلاهی که سر اینو گذاشته بود تونسته بود اون ماشینا رو بگیره و حالا یه مدت ماشینا زیر پاش بوده. یه نکته خیلی جالب و عجیبی که در مورد مجید وجود داره اینه که ما میدونیم مجید وقتی قربانی‌هاش رو میکشته طلاها و پول‌هایی رو که داشتن برمی‌داشته، اما وقتی میگیرنش میگه که من 700 تومن به فلانی الان بدهکارم، 30,000 تومن به فلانی بدهکارم. حالا اینکه با اون پولا چی کار می‌کرده واقعا معلوم نیست. پلیس در وسط بازجویی‌ها از مجید میفهمه که مجید بجز اون یه باری که به خاطر شکل برگشتی رفته زندان، یه بار دیگه هم توی سال 63 به خاطر دزدی ماشین‌ها دستگیر شده، یعنی دقیقاً همون موقعی که داشتن جسدها رو پیدا می‌کردن، ولی هیچ کس نمیتونه مجید رو به اون جسدها ربط بده. گفته شده که مجید از رادیویی که توی ماشینش بوده میتونسته صدای بیسیم پلیس رو بشنوه. چجوری؟ خودش گفته وقتی موج رادیوش رو میذاشته روی 875 میرفته روی بیسیم پلیس و تاکسی تلفنی و خیلی وقتا میتونسته صحبت‌ها رو بشنوه و بعضی وقتا هم پیش اومده خانوما رو که سوار میکرده اونا به خاطر همین صدای بیسیمی که میشنیدن فکر میکردن اون واقعا پلیسه. مجید وقتی داشته بازجویی میشده ازش میپرسن که چه دلیلی داشت که میرفتی سراغ اون زنها، یا اصلا چی میشد که مثلا اون زن رو انتخاب میکردی؟ مجید میگه مثلا میدیدم که اون داره از این ماشین دیگه پیاده میشه و میره سوار ماشین دیگه میشه، میرفتم دنبالش و میدیدم که با یه مردیه و معمولا هم میرفتم سمتشون، بهشون میگفتم که اون مرده چیکارته یا چرا سوار ماشین مردا میشید و وقتی اونا برمیگشتن به من میگفتن به تو چه، من گواهینامه‌مو نشونشون میدادم و بهشون میگفتم که من پلیسم. مجید توی بازجویی‌هاش بعضی وقتا با مامورای پلیس هم بازی می‌کرده، انگار می‌خواسته تست هوش ازشون بگیره. چون که یه بار وسط بازجوییش برمیگرده میگه اون روزی که منو دستگیر کردید من می‌خواستم برم تبریز و یک زنی به اسم اکرم رو به قصد برسونم. به خاطر همین یه تیکه طناب سفید رو آماده کرده بودم و توی ماشینم قایم کرده بودم و به پلیس میگه که اگه اینقدر زرنگید برید توی ماشین بگردید ببینم میتونید اون یه تیکه طناب رو پیدا کنید یا نه. پلیس میره سراغ ماشین مجید و بعد از اینکه ماشین رو میگردن سمت چپ صندلی راننده یه مثل شکافی بوده که وقتی اندازه 2 تا انگشت مثلا توش جا میشده اون 2 تا انگشت رو میکنن تو یه طناب تقریبا 1 متری که 2 سرش گره زده شده بوده رو از همون پارگیه میارن بیرون که مشخص بوده اونجا قایم کرده. و مثل اینکه کلا شگردش این بوده دیگه، طناب رو مثلا یه جای دیگه توی ماشین قایم کرده بوده که اگر توی ایستی جایی جلوشو گرفتن نتونن پیدا کنن و اون مقدار رو که لازم داشته هر بار میبریده کنار صندلیش قایم میکرده و میرفته سراغ قربانیش. همونطور که گفتم مجید یه تایمی توی بازجویی‌ها خیلی حرفش رو عوض میکنه. مثلا میگفته که من سال 59 کسی رو نکشتم و ادعا میکرده که اولین قتلش اختر و بچه هاش بودن و تقصیر خود اخترم بوده که این اتفاق افتاده و آخرین قتلش هم قتل معصومه بوده.
زمانی که مجید تحت بازجویی بوده از زنش فرخ میخوان که بره اداره آگاهی تا در مورد مجید ازش سوال بپرسن. از فرخ اول در مورد خصوصیات اخلاقی مجید میپرسن که دقیقا همون حرفایی که من یکم پیش در مورد مجید گفتم رو تکرار میکنه که خیلی خونسرد بود و عصبانی نمیشده و اینا، و اضافه میکنه که مجید نه اهل مشروب بوده، نه سیگار میکشیده و نه اعتیاد داشته، اما میگه که به مسائل جنسی خیلی علاقه داشته و طبق گفته خانومش به زنهای شیک پوشی که آرایش کامل داشتن و یکم تو پر بودن هم خیلی توجه نشون میداده. طبق اعترافهای مجید اون با بیشتر قربانی‌هاش یک تایمی رو توی رابطه میمونده و وقتی میفهمیده که اونا متأهل هستن و علاوه بر اون وقت میگذرونن تصمیم میگرفت که اونا رو به قتل برسونه، چون خودش گفته که از زنهایی که به خانواده پایبند نبودن متنفرم. مجید توی یه مصاحبه‌ای که با یک روزنامه‌ای انجام داده میگه که اونایی که من میکشتم همشون فاسد بودن. ازشون پرسیدم تو از کجا مطمئنی که فاسد بودن؟ از کجا میفهمیدی؟ میگه وقت میذاشتم و میرفتم دنبالشون، انقدر پیگیرشون میشدم، مثلا 1 ماه 2 ماه حتی 1 سال دنبالشون بودم و وقتی مطمئن میشدم که اونا دارن پاشونو کج میذارن اونا رو به قتل میرسوندم. مطمئنم اگر در مورد مجید جای دیگه مطلبی خونده باشید یا شنیده باشید یا حالا هر چیزی ویدیویی دیده باشید، میدونید که یعنی دیدید و شنیدید که خیلی ها میگن نفرت مجید از زنها به خاطر خیانت زنش بوده، چون وقتی برای کلاهبرداری رفته بوده زندان شنیده بوده که زنش با پسر خالش رابطه داشته. اما شفیقی این موضوع رو رد کرده و میگه که اصلا هم چیزی وجود نداشته و هیچ خیانتی در کار نبوده. مجید در کل به 49 تا قتل اعتراف میکنه، اما بیشتر آدم‌ها از جمله شفیقی معتقدن که مجید بیشتر از 150 تا قتل انجام داده، چون مجید به طور متوسط هر 2-3 روزی یه بار یه قتلی انجام میداده و میگن که اگر از سال 59 تا 64 حساب کنی خیلی بیشتر از این حرفا هم میشه تعداد قتلاش. اما خب با توجه به اینکه مجید موقع اعترافاش خیلی به قتل‌هایی که انجام داده بوده فکر می‌کرده که یادش بیاد که چی کار کرده و کجا قتل انجام داده، حتی 1-2 بارم پیش اومده بوده که مثلا گفته بوده فلانجا یه جسد بوده، میرن برای بازسازی صحنه جرم و میفهمن اصلا اونجا جسدی وجود نداشته. واسه همین تعداد دقیق قتلاش معلوم نیست. شفیقی توی مصاحبهش میگه که بعد از 6 ماه بازجویی متداول از مجید، یه روز طبق روال همیشه مجید رو آوردیم که به بقیه قتل‌ها اعتراف کنه. مجید اولش که شروع میکنه اون روز حرف زدن اسم یه نفر رو میاره و ادعا میکنه که با فلانی رفیقه. من خودم به شخص خیلی کنجکاو بودم، یعنی کنجکاو ترینم در مورد این که ببینم مجید اسم کیو آورده، ولی متاسفانه هر کی که بوده احتمالاً آدم خیلی مهمی بوده، چون هیچ اسمی ازش هیچ جایی برده نشده. یعنی من تنها جایی هم که دیدم ازش حرفی زده شده تو همین مصاحبه شفیقیه. خلاصه شفیقی وقتی مثلا اسم طرفو از دهن مجید میشنوه این مدلی بوده که مجید حالا دقیقاً خودش که نه خودش اینجوری تعریف کنه که بگم مجید خجالت بکش، این چه حرفی داری میزنی، تو میدونی کجا ایستادی، میدونی اسم کیو داری میبری و این حرفا. ولی مجید لج میکنه، میگه یا این چیزی که من میگم و مینویسید، یعنی اسم طرفو مینویسید که آوردم، یا به بقیه قتلا اعتراف نمیکنم. شفیقی میگه هی به این بگو به اون بگو، به هر کسی میگفتیم مثلا مجید همچه حرف رو زده میگفته غلط کرده بیاریدش پیش من و هی میبرنش پیش این رئیس، میبرنش پیش رئیس بعدی، میبرنش فلان فلان فلان، پیش هر کی که میبردنش مجید میگفته من حرفمو زدم، یا این چیزی که میگم و دقیق مینویسید حذف نمیکنید یا من دیگه اعتراف نمیکنم. در آخرم چون مجید از خر شیطون پایین نمیاد مجبورشون میکنن که اون 49 تا قتل رو توی گزارششون بنویسن و به شفیقی میگن که تا آخر هفته هم بعد اون گزارش رو تحویل بدی و مجید رو به زندان قصر منتقل کنی. وقتی مجید رو میخواستن تحویل بدن که ببرن زندان قصر، مجید به شفیقی میگه که شما 6 ماه هر جایی که رفتید، یعنی ما هر جا که رفتیم و هر کاری که کردیم، شما منو همراه خودتون بردید، هرچی خوردید به من دادید، هر جا هر کاری کردید به منم تعارف کردید، حالا نوبت منه، من میخوام جبران کنم و امروز من میخوام به همتون نهار بدم. مثل اینکه شفیقی و گروهش و مجید روز پنجشنبه تاریخ 20 خرداد 65 میرن جاده چالوس مهمون مجید نهار میخورن و بعدش هم مجید رو میبرن زندان قصر تحویلش میدن. یه جلسه تفهیم اتهامی هم توی این مدت برای مجید برگزار میشه که
توی اون جلسه تفهیم اتهام مجید حرفش رو دوباره عوض میکنه و میگه که من فقط 21 فقره قتل انجام دادم و 7 مورد رابطه نامشروع داشتم. فقط همینا رو قبول دارم، بقیه اون قتل‌هایی که در موردش صحبت شده رو من انجام ندادم و گردن نمیگیرم. البته این موضوع رو بهتون بگم که وقتی معلوم میشه که مجید دستگیر شده و خب خبرش توی روزنامه‌ها و اینا نوشته میشه، اخبار در موردش صحبت میکنن، کلی آدم بابت دزدی‌هایی که ادعا می‌کردن مجید ازشون کرده میرن اداره آگاهی و از مجید شکایت میکنن. خلاصه که در نهایت مجید رو دیگه تحویل زندان قصد داده بودن و شفیقی میگه که شنبه که رفته سر کار رئیسش صداش میزنه که برو زندان قصد، چون که ظاهرا مجید با پتوش خودکشی کرده. قضیه از این قرار بوده که مجید ساعت 9:30 صبح 8 خرداد سال 1365 با حاشیه پتوش توی زندان یه طناب برای خودش درست کرده بوده که با همون خودش رو توی سلولش حلق‌آویز میکنه. یکی از نگهبان‌های زندان که نیم ساعت قبل از خودکشی مجید اون رو دیده بوده ادعا میکنه که مجید کاملا نرمال بوده و هیچ حرکت مشکوکی از خودش نشون نداده بوده. در مورد خودکشی مجید فکت‌های خیلی زیادی وجود داره، چون یک سری‌ها شدیداً معتقدن که دستی پشت پرده بوده و مجید خودکشی نکرده. در واقع حالا یا مجبورش کردن خودکشی کنه یا این بلا رو سرش آوردن، ولی این چیزی نیست که ثابت شده باشه و منبعی واسش وجود داشته باشه. من هیچ اطلاعاتی نتونستم در مورد این زمینه پیدا کنم. خودم میگم اگر همچین چیزی وجود داشته باشه شاید به خاطر همون آخرین اسمیه که برده و هیچکس حاضر نشده توی گزارش ها ازش چیزی بگه. نمیدونم، واقعا مطمئن نیستم، این حدس خودمه. وقتی داشتم در مورد این پرونده مینوشتم واسه خودم خیلی سوال بود که چجوری پلیس نتونسته بود توی این همه سال مجید رو دستگیر کنه با اینکه الگوی همه قتل ها یکی بوده و این آدم اینقدر تابلو بوده. وقتی سرچ کردم فهمیدم که یعنی حالا چیزی که نوشته بود گفته بودن که پلیس نتونسته بود اون قتل ها رو به هم ربط بده چون قربانی ها توی مکان های متفاوتی پیدا می شدن و هر کسی توی هر شهری جداگانه داشته به پرونده ها رسیدگی می کرده و حالا با اینکه این هم روزنامه و اینا عکس مثلا جسدا رو چیز می کردن منتشر می کردن، باز هم برای من منطقی نیست چرا 4 سال مثلا طول کشید تا مجید رو دستگیر کنن. در آخر هم خب مجید که خودکشی میکنه در واقع نه دادگاهی میشه نه حکمی میگیره و زمانی هم که این اتفاق براش میفته و خودکشیش تایید میشه خانواده‌اش که فکر میکنم یه جایی نوشته بود فقط مادرش، مطمئن نیستم، میرن و جسدش رو تحویل میگیرن و در مورد اینکه مجید کجا به خاک سپرده شده هم چیزی گفته نشده. مجید هیچ وقت از قتل‌هایی که انجام داده بود پشیمون نبوده و میگفته که من حتی اگر دستگیر هم نمی‌شدم به کاری که داشتم می‌کردم ادامه میدادم. این نکته رو آخر پرونده بهتون بگم که یادتونه وقتی که پرونده رو دادن به آگاهی گفتم که اعلام کردن هر کسی که این قاتل رو دستگیر کنه جایزش 2 پیکانه. توی همین مصاحبه که شفیقی انجام میده آخرش ازش میپرسن که خب تکلیف اون پیکانه چی شد؟ اون میگه که اول اینکه 2 پیکان بعد از یه مدت تبدیل شد به 1 پیکان و اون یه دونه هم تقدیم اداره کردن، یعنی 1 پلاک دولتی روش زدن و هیچ چیزی به این بنده خدا، یعنی اون پیکانی که قولشو داده بودن، به این بنده خدا آقای شفیقی نرسیده. این بود از پرونده این هفته. نکته که در مورد این پرونده ذهن خودم رو، البته نکته خیلی زیادی ذهنمو درگیر کرده، ولی یه چیزی که خیلی به نظرم عجیبه اینه که خود مجید به زنش داشته با اختر خیانت میکرده. حالا این چیزیه که خودش گفته و ما میدونیم، شاید موردهای دیگه ای هم بوده. و چی میشه این آدمی که خودش خیانت میکرده افتاده بوده دنبال زنهایی که بهش پا میدادن، یعنی به پارتنراشون خیانت میکردن؟ چرا؟ خودش داشته خیانت میکرده، با زنها چه مشکلی داشته؟ تازه اختر اون موقع شوهر نداشته، یعنی طبیعیه، ولی خب اختر میدونسته این زن داره، طبیعی نیست. این نکته خیلی مهمم بهتون بگم که بچه‌ها منبع من برای این پرونده، یعنی اصلی ترین منبع من برای این پرونده کتاب شکار آخرین قاتل اثر احمد محققیه و مصاحب نصرالله شفیقی که حالا وسط پرونده بهتون گفتم که خودش بازجوی مجید بوده
چون که توی سایت ها و خبرها چیز خاصی نتونستم در مورد این پرونده پیدا کنم. کلا کسی اونقدرها که باید و شاید مفصل در مورد این پرونده بهش نپرداخته بود. همه انگار یه گزارش آماده‌ای بود که همه فقط نوشته بودنش. البته که کتاب احمد محققی خیلی ریز بریز همه چیز رو توضیح داده بود. من دیگه حالا اون قربانی هایی که یکم از احساس میکردم ممکنه از حوصله مخاطب که شماها باشید خارج بشه، یه سریاشو حذف کردم، فقط یه اشاره کوچیک بهش کردم و اینا. ولی در کل اون چیزایی که احساس میکردم در مورد این پرونده میتونه خیلی مهم باشه و کمتر جایی بهش پرداخته باشم رو سعی کردم بیان کنم. این هم از این پرونده. طبق معمول همیشه مرسی که هستید، مرسی که منو حمایت میکنید. بالا منبریم دارم. میخوام بهتون بگم که این اولین ویدیویه که بعد از راه اندازی کانال دوبارم دارم ضبط میکنم و خب اون ویدیوهایی که از قبل ضبط کرده بودم و تا الان دارم آپلود میکنم، چون تا به این لحظه کانال اصلی خودم بر نگشته. همینجا یک بار دیگه میخوام از تمام اون دوستانی که از من حمایت کردن، کنارم بودن، به هم پیام دادن، خیلی 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 ممنونم. از کسایی که تا به این لحظه این کانال رو سابسکرایب کردن، اصلا باورم نمیشه. یعنی خودم قبل از این اتفاق فکر نمی کردم اینقدر طرفدار داشته باشم. به خودم مغرور شدم واقعا. و همینجا هم دوباره میخوام از علی قهرمانی عزیز که توی کانالش اطلاع رسانی کرد، از کیمیای عزیز، از استو عزیز که در مورد اتفاقی که برای من افتاده اطلاع رسانی کردم به مخاطب هاشون، باز هم تشکر کنم. واقعا دمتون گرم. امیدوارم توی مسیر زندگی همتون موفق باشین و بهترین اتفاقا براتون بیفته. دیگه میخوام توی این ویدیو ختم ماجرا رو بدم. یعنی دیگه از ویدیوهای بعدی دیگه نمیخوام بشینم هی قصه اینکه کانالم پریده رو اینا رو بخورم، چون که دیگه یکم حالت ناله طوری میشه آخر هر پرونده و این حالت رو دوست ندارم. چون که چرا اینقدر میگم چون که نمیدونم، به خاطر اینکه یه جورایی دارم سعی می‌کنم باهاش کنار بیام دیگه. خب قصه اونو دارم ولی هر دفعه بیان کردنش هم واقعا مشکلی حل نمی‌کنه. یه راه جدید رو پیش گرفتم، واقعا دستم گذاشتم رو زانوم و دوباره بلند شدم. خیلی سخت بود ولی دمتون گرم. حمایت شما خیلی به من کمک کرد، خیلی بهم انگیزه داد. اما دیگه همینجا پرونده کانال قبلی رو فعلا تا مدت‌ها می‌بندیم، دیگه در موردش حرف نمی‌زنیم مگر که تغییراتی توی این قضیه ایجاد بشه، حالا برگرده یا هر چیزی. از این به بعد توی این کانال در خدمتتون هستم. دیگه روال به حالت عادی قبل تقریبا دارم سعی میکنم برگرده دیگه. هی کار و زندگی و از این حرفا. اینم از اینو. بریم ویدیو بعدی دیگه، تا هفته بعد. فعلا